خب، خوش اومدین به پنل آخر از روز دوم همایش هراس‌واج. ما توی این پنل در واقع 5 تا ارائه داریم که 2 تا از ارائه ها به صورت متن و خونده میشه و 3 تا ویدئو داریم. به ترتیب من میخونم ارائه ها رو. سروناز احمدی با عنوان آزار جنسی در فضای آموزش که متنیه که من میخونمش. آستاره با عنوان روایتگری زنان پس از طلاق. ژینا با عنوان صدای بی‌حجاب. مینا جعفری ثابت با عنوان در جمهوری برادران و عیسی با عنوان طرد شدگان ابدی. از ارائه سروناز احمدی شروع میکنیم که من میخونمش و مرسی که صدام رو تحمل میکنید. فقط من یک لحظه پیدا کنم. اوکی. سروناز احمدی مددکار اجتماعی و مترجم و فمینیست چپگراست که در حال حاضر در حال گذراندن 3 سال و نیم حبسش در زندانه. عنوان ارائه هست آزار جنسی در فضای آموزش و از تجربه سروناز از برخورد نزدیک و پیگیری یک مورد آزار جنسی توی دانشگاه در واقع نوشته شده و اون حدود فکر می‌کنم که 2 سال پیش هم منتشر شده بود اگه اشتباه نکنم. عنوان ارائه هستش، عنوان متن هستش: صدایمان از دیوار دانشگاه بلندتر است. تجربه پیگیری یک مورد آزار جنسی در دانشگاه. این گزارش بر اساس تجربه پیگیری یک مورد آزار جنسی در دانشگاه نوشته شده است. تجربه‌ای که بیانگر روایتگری، پیگیری، شهادت رسمی و قانونی چند دانشجوی یک دانشگاه از جمله من علیه استادی است که با تهدید سعی بر ساکت کردنمان داشت و در نهایت از ما شکایت کرد. گرچه پرونده در نهایت علیرغم پیگیری‌های مستمر شاکی با حکم منع تعقیب بسته شد و آن استاد دیگر برای تدریس آن دانشگاه نرفت، اما تجربه نزدیک برای درک روند پیگیری آزارهای جنسی در دانشگاه‌ها بود. بر اساس این تجربه این گزارش را با چند سوال آغاز می‌کنم. تصور کنید در دانشگاه مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اید. برای پیگیری این موضوع چه کاری می‌توانید انجام دهید؟ اصلاً ابتدا باید به کجا مراجعه کنید؟ آیا جلسه‌ای بین افراد تصمیم گیرنده هماهنگ می‌شود یا مجبور می‌شوید چند بار به دانشگاه مراجعه کنید و جلسات متعدد جداگانه‌ای داشته باشید تا برای هر کدام از این بخش‌ها و نهادها روایتی که برایتان آزاردهنده است را بازگو کنید؟ ما در روند پیگیری آزارهای جنسی این استاد با نمایندگانی از بخش‌های مختلف دانشگاه مواجه شدیم: حراست، بازرسی، ریاست، آموزش، معاونت فرهنگی یا دفتر نهاد رهبری. توجه داشته باشید که تشکل‌های دانشجویی در این دانشگاه در آن مقطع زمانی چندان فعال نبودند و امکان مراجعه به آنها وجود نداشت. در نتیجه در این تجربه خاص به بررسی نقاط ضعف و قوت تشکل‌های دانشجویی در پیگیری چنین مواردی نمی‌پردازم. پرسش دیگر این است که آیا مسئولان پیگیری این گزارش‌ها در مورد نحوه برخورد با شما آموزش‌های لازم را دیدند؟ این مسئله یکی از دشواری‌های جدی پیگیری آزار جنسی در دانشگاه است. همچنین این مسئله که هیچ مسئول مشخصی در دانشگاه برای پیگیری گزارش آزار جنسی وجود ندارد. همین موضوع باعث می‌شود دانشجو مجبور شود برای افراد متعدد تجربه آزاردهنده را بارها یادآوری و تعریف کند. در این مورد مشخص پیگیری آزار جنسی حتی یک جلسه هم برای مداخله مسئولان دانشگاه ترتیب داده نشد. در این مورد مشخص پیگیری آزار جنسی حتی یک جلسه هم برای مداخله مسئولان دانشگاه ترتیب داده نشد که روایات را در جلسه‌ای به صورت همزمان بشنوند. مرحله بعدی چگونگی مواجهه با گزارش شماست. مسئولان دانشگاه بعد از شنیدن روایات حتی نمی‌دانند که باید چطور با چنین مسئله‌ای روبرو شوند و اساساً چطور رفتار کنند. بعضی از این مسئولان به دلیل اینکه روایت آزار جنسی در یک رسانه منتشر شده، تمرکزشان را می‌گذارند روی حفظ آبروی دانشگاه. مثلا میگویند سر و صدا نکنید، ما پیگیری می‌کنیم، در صورتی که ما شاهد بودیم از 10 سال پیش تا کنون گزارش‌های آزار جنسی از سوی دانشجویان در این دانشگاه پیگیری نشده و دانشجو به دلیل تجربه آزاردهنده‌ای که در مسیر دادخواهی داشته از ادامه این روند منصرف شده است. بعضی از این مسئولان در برخورد با خانواده‌های دانشجویان به مفاهیمی مثل ناموس و آبرو متوسل می‌شوند. به آنها توصیه می‌کنند که این موضوع را جار نزنند تا دخترانشان در دانشگاه تابلو نشود.
بعضی از مسئولان همین تجربیات رو جدی نمیگیرن. مثلا در مورد پیگیری آزار جنسی یک استاد، یکی از مسئولان به شوخی به ما گفت بد نشده حالا نگاه‌های خیره این مرد باعث شده شما مقنعه‌های بلند بخرید و اینطوری خیال ما از وضع پوچش شما راحت شده. در واقع او به دنبال فواید آزار دیدن دانشجوها میگشت. یا مثلا چون تجربه آزار جنسی یک دانشجو مربوط به چند سال قبل بود، به او گفتن چرا بعد از این همه سال الان روایت می‌کنی؟ حتما توطئه‌ای علیه این استاد در کار است، در حالی که این زن سالها قبل هم پیگیری کرده بود و دفتر نهاد رهبری دفتر نهاد رهبری در دانشگاه ارجاع داده شده بود. ما این موضوع را از طریق حراست هم پیگیری کردیم، اما جلسه پیگیری بیشتر تبدیل به جلسه بازجویی شد. آنها عملیات ما را که در حال پیگیری این آزار جنسی بودیم انکار می‌کردند و می‌گفتند جو میتو شما رو گرفته و باید حواستون باشه که فریب این حرکت‌ها رو که فمینیست‌ها و کمونیست‌ها شروع می‌کنن نخورید. حتما گول خوردین که داریم این موضوع رو گزارش می‌کنیم. نهادی که اسم حفظ امنیت را به دوش می‌کشد در حقیقت شما را سرکوب می‌کند. یکی از موضوعات مهم دیگر در این روند نوع مواجهه دیگر استادان دانشگاه با این روایات بود. بسیاری از این استادان ترجیح می‌دادند سمت همکارشان بایستند و سکوت کنند. بعضی از آنها این موضوع را به تیم‌بندی‌های بین اساتید که بین اساتید وجود داشت ربط می‌دادند. برای مثال استاد آزارگر در روز دادگاه هم گفته بود این دانشجویان تحت تاثیر استادی هستند که مرد ستیز است و دوست ندارد هیچ استاد مردی در دانشگاه باشد. یا گفته بود این خانم فعال حوزه زنان است و از این کار هدف سیاسی دارد. بخش بعدی متن هست چرا گزارش نمی‌کنیم؟ پیش از این سوال‌ها باید پرسید که اصلاً اگر از سوی یکی از اساتید کارکنان یا دانشجویان دانشگاه آزار ببینیم گزارش کنیم. چگونه باید گزارش کنیم؟ آسیب دیدگان خشونت ممکن است به دلایل متعددی سکوت کنند که به طور مبسوط در منابع مختلفی به این موانع پرداخته شده است. در اینجا بیایید به دلایلی فکر کنیم که دانشجویان به طور خاص ممکن است سکوت کنند. دانشجویان ممکن است علیرغم احساس ناخوشایندی که دارد و علیرغم تکرار شدن این رفتارها اعتراضی نکنند، چون قرار است واحدهای متعدد دیگر را با این استاد بگذرانند و مایل نیست به جای 4 سال 5 سال در مقطع لیسانس تحصیل کند. از طرفی چون اساتید به ویژه استادان مرد در حوزه کاری و تحصیلیشان ارتباطات گسترده و دسترسی به منابع متعدد دارند، ممکن است دانشجو در ادامه مراحل تحصیل در مصاحبه کارشناسی ارشد و یا استخدام به آن استاد بر بخورد و در پی تلافی جویی آن استاد در آینده تحصیلی و حرفه‌ای دچار مشکل شود. برای مثال حتی یکی از دانشجویان مرد که قصد همدلی ما در این کیس را داشت به من گفت ببخشید که چیزی نمیگویم چون امریه و سربازی هم گیر این استاد است. یا دانشجویی که مورد آزار قرار گرفته چیزی نمیگوید چون آزارگر ممکن است از او شکایت کند و اثبات این موضوع در سیستم قضایی ایران سختی‌های خودش را دارد. یا شاید هم این سوال برایش مطرح شود که حالا مثلا بعد از 2 سال که آمادگی شکستن سکوت را پیدا کردم، آیا مسئولان دانشگاه نقشی که عدم توازن قدرت در رابطه بین آزارگر و قربانی در گزارش نکردن خشونت ایفا کرده است را درک می‌کنند؟ یا به دنبال کشف دسیسه چینی و توطئه‌ای که با اساتید دیگر برای سرنگونی این فرد کرده‌ای خواهند بود. از طرف دیگر دانشجویانی ممکن است نخواهند تجربهشان را روایت کنند چون این موضوع از لحاظ فرهنگی موضوع حساسی است و ممکن است با آنها برچسب‌هایی زده شود. گرچه در این مسیر پدرم من را همراهی کرد، اما آیا خانواده‌های دیگر نیز دانشجویان را همراهی خواهند کرد؟ همه این موضوعات عدم توازن قدرت در رابطه دانشجو و استاد را نشان می‌دهد، اما افراد را برای اینکه آزارهای جنسی در دانشگاه ها را گزارش نمی‌کنند نباید سرزنش کرد. باید سیستمی را سرزنش کرد که در آن گفتن حقیقت با صدای بلند هزینه‌های اضافی دارد یا حداقل ترس آن در ذهن‌هایمان کاشته می‌شود. پیگیری چنین موضوعی در دانشگاه فشار روانی و عصبی بالایی دارد و برای طی کردن این مسیر باید کفش آهنی به پا کرد. خصوصا وقتی مجبوری با تعداد زیادی دانشجو و استاد سر و کله بزنید که کلیشه‌های مربوط به آزار جنسی را مدام به سمتت پرتاب می‌کنند. سر کلاس زبون داشتی از حقوق زنان چی بگی؟ چرا وقتی تو اتاقش بودی زبونت وا نشد؟ این استاد خیلی محترمه. من چنین چیزایی ازش ندیدم. خجالت بکشید. و این خب چیزی که درباره خیلی‌ها گفته میشه. حتی ممکن است خودتان را سرزنش کنید که چرا فلان مدرکی که میتوانست اثباتی بر ادعای شما باشد را نادیده گرفته یا از دست داده اید. بخش بعدی متن هست بالاخره ترس ما می‌ریزد. ادامه مبارزه با آنچه که تبعیض جنسیتی مینامیم به هیچ وجه ساده نیست، اما ممکن است و مقاومت سرسختانه می‌طلبد. در این روند همیشه همه چیز علیه شما قد علم نمی‌کند. ممکن است برخی اساتید احساس کنند حرمت استادی خدشه‌دار شده و به این جایگاه توهین شده،
اما به جای مقصر شمردن روایتگر یا روایت آزار، خشونتگر را که از جایگاهش سوء استفاده کرده است طرد کنند یا دانشجویشان تماس بگیرد و اعلام کند که کنارش هستند، همدلند و این موضوع را پیگیری می‌کنند و کاملا تصویری دیگر از قرار گرفتن در جایگاه استادی ارائه بدهند. ممکن است همکلاسیتان برای همدلی پیشنهاد کمک در انجام پروژه یک واحد را بدهد وقتی تحت فشار شدید روانی هستید، یا با رساندنتان به این جلسه همدلیش را ابراز کند. همدلی بدون شک می‌تواند در اشکال مختلف انجام شود. ممکن است رسانه‌ای که صدایتان را بلندتر کرده با وجود تهدید شدن به اصولش پایبند بماند و کنارتان بایستد. حتی اینکه بازماندگان آزار دیگری هم اعلام آمادگی برای گزارش روایتشان را بکنند، انگار دستی به سویت دراز شده و انگار که تو را از افتادن در پرتگاه نجات می‌دهند و قلبتان روشن می‌شود از اینکه در راه مقاومت و مبارزه تنها نیستید. سکوت که میشکند، همه ما بسته به جایگاهی که در آن قرار گرفته‌ایم به نحوی مسئول میشویم و عملکردمان میتواند تصویر شکستن سکوت را برای افراد دیگری که تجربه مشابهی دارند تغییر دهد. هم میتوانیم موجب شویم صداهای بیشتری یکدیگر را بشنوند و گرد هم جمع شوند و هم میتوانیم صداها را خاموش کنیم و نشنویم که در سکوت رخدادی وحشتناک در جریان است. بخش بعدی اسمش هست جمع می‌شویم و راهش را پیدا می‌کنیم. به نظر می‌رسد بسنده کردن به قوانین کاغذی به بنبست رسیده است. به ویژه قوانینی که ضمانت اجرایی آن به دست افرادی سپرده می‌شود که خود در جایگاه قدرت قرار دارند و این سوال پیش می‌آید که مگر از همان ابتدا همین عدم توازن قدرت نبود که امکان تبعیض، ستم و استثمار جنسیتی را فراهم کرد؟ وقتی مشکل ریشه دوانده است، آنچه از ما حفاظت می‌کند، خاک خوردن پروتکل‌های کاغذی، مبارزه با شاخ و برگ‌ها نیست. تجربه خشونت جنسیتی شاید امری فردی به نظر برسد، اما مبارزه با آن نیازمند اقدام جمعی است. روایت کردن قدم اول برای آگاهی از موقعیتی است که در حال تجربهش هستیم. موقعیتی که مشترک، مسئله جمعی و مهم است. زیرا هر شکلی از این خشونت جنسیتی ریشه در نظام‌های سلطه دارد. وقتی سیستم موجود در دفاع از ما ناتوان است، باید چه کار کنیم؟ باید خودمان دست به کار شویم. جمع که شویم ترسمان می‌ریزد. باید جمع ساخت. اقدام اول همین است که آگاهی جمعی را شکل داد و البته مهمتر از همه این است که این آگاهی منجر به اقدام جمعی شود. از جمله آگاهی در مورد اینکه چه چیزهایی خشونت جنسی محسوب می‌شود. چرا این نوع خشونت اتفاق می‌افتد و ریشه و منشأ آن کجاست؟ باورهای غلط رایج در مورد خشونت جنسی چیست؟ ما به عنوان شاهد خشونت جنسی چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ خودمان اگر مورد خشونت جنسی قرار گرفتیم چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟ اگر ما مرتکب خشونتی شده ایم چطور میتوانیم آسیبی را که وارد کرده ایم جبران کنیم و چطور میتوانیم با قربانی خشونت همدل باشیم؟ وقتی سیستم موجود در دانشگاه توان و ظرفیت دفاع از ما را ندارد، خودمان باید دست به کار شویم و راهش را پیدا کنیم. این موضوع منو یاد شعار رهایی حق ما قدرت ما جمع ما میندازه که اول تو خیابون شنیدیمش و بعدش بارها از دانشگاه شنیدیم. و اما چه باید کرد؟ در راه مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت در دانشگاه‌ها، هدف کلی می‌تواند مبارزه با تمام مصادیق تبعیض جنسیتی، ستم و استثمار جنسیتی و سازماندهی تشکل‌هایی برای این هدف باشد. اما حول کدام یک از مصادیق این نوع خشونت باید فعالیت کرد؟ هدف کلی یا انتخاب مصادیق تبعیض جنسیتی بستگی به تجربیات تبعیض، نیاز و اولویت جمع دارد. جمع می‌تواند در مقاطع زمانی مختلف در راستای اهداف متفاوتی تلاش کند. الزامی هم برای انتخاب صرفاً یک نمود خاص از تبعیض جنسیتی وجود ندارد. اگر جمع توانش را دارد، می‌تواند چند هدف را با هم پیش ببرد. با توجه به تکثر میان دانشجویان و تکثری که به صورت کلی در دانشگاه‌ها تجربه می‌شود، در تشکل‌های جمعی برای مقابله با خشونت بهتر است از فرهنگ‌ها و پیشینه‌های مختلف در این تشکل‌ها حضور داشته باشند تا تمامی ابعاد این موضوع را که با مسائل دیگر پیوند دارد بهتر بتوانیم ببینیم و از تجربیات افراد استفاده کنیم. این تشکل یابی در واقع به معنای تشکیل کمیته‌های از خود دانشجویان است که برای اقدام در جهت مقابله با مصادیق ستم، تبعیض و استثمار جنسیتی گام برمی‌دارند. آزار جنسی یکی از موضوعات مهم قابل پیگیری در این کمیته هاست. که خب بعد از تجربه قیام ژینا میتونه یه قدم جدیدی برای فعالیت دانشجویی باشه. این کمیته ها می توانند نه فقط در مورد دانشجویان که در مورد گروه های دیگری در دانشگاه از اساتید تا بخش اداری و کارگران خدماتی دانشگاه فعالیت کنند. از آزار جنسی و حق پوشش اختیاری گرفته تا
دستمزد زنان و مردان میتواند موضوعات مورد بررسی این کمیته ها باشد. دانشجویان فعال در این کمیته ها نباید صرفا هدفشان را بر تصویب قانون در دانشگاه روی کاغذ بگذارند و بعد اجرای قانون را به دست کسانی بسپارند که در رابطه با آنها توازن قدرت برقرار نیست. اگر قوانینی در این باره در دانشگاه‌ها تصویب می‌شود، دانشجویان باید ضمانت اجرایی آنها را مد نظر داشته باشند و لازمه این کار این است که دانشجویان بر نظارت بر اجرای صحیح این قوانین و سازوکارهایی که خودشان به تصویب رسانده‌اند سهیم باشند و خودشان بخشی از اجرا کنندگان آن باشند. دانشجویان می‌توانند مسئولان دانشگاه را قانع کنند که کمیته‌هایی برای پیگیری گزارش‌های آزار جنسی از سوی خود دانشگاه شکل بگیرد و دانشجویان هم خود بخشی از این کمیته‌ها باشند و هم بر سازوکار آن با انتخاب نماینده بین خودشان که قابلیت عزل هم دارد نظارت داشته باشند. برای پیدا کردن این سازوکارها می‌توانیم از تجربه‌های دیگر کشورها بیاموزیم و آنها را بومی کنیم و یا از تسهیلگرانی که در این زمینه فعالیت و کار می‌کنند کمک بگیریم. کسانی که می‌توانند حتی به مسئولان دانشگاه هم شیوه صحیح مواجهه با این موضوع را آموزش دهند. همچنین می‌توانیم با وکلای داوطلب مشورت کنیم تا اگر شکایتی در این باره داریم ثبت کنیم و از کمک آنها استفاده کنیم. علاوه بر این باید حواسمان به عدم توازن قدرت باشد و سلسله مراتب را در خودمان و در جمع‌هایمان بازتولید نکنیم. همه اعضای این کمیته تمام مهارت‌ها در این باره را بیاموزند تا بتوانیم اصول فعالیت جمعی را تمرین کنیم. باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که نباید صرفاً مثلا به جابجایی یک استاد آزارگر راضی شویم و یا اگر فردی در بین دانشجویان دیگران را آزار داده صرفاً به یک دانشگاه دیگر منتقل شود. به عبارتی روی این موضوع سرپوش نگذاریم و باید بتوانیم از وقوع آن پیشگیری کنیم. باید امکان ترمیم و جبران را در این سازوکارها فراهم کنیم و در عین مراقبت از آزاردیده این فرصت را به کسی که مرتکب آزار شده بدهیم که بتواند آسیبی را که وارد کرده جبران کند، چون هدف اصلی ترمیم آسیب است نه طرد آزارگر. جمع ما باید مطالبه درباره موضوع خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را در دستور خود بگذارد. از مطالعه درباره مصادیق آن و نحوه مواجهه با آن تا در نظر گرفتن تجربه دانشگاه‌های دیگر دنیا و تاکید بر اصول فعالیت جمعی. در آخر راه که بیفتیم پیچیدگی‌های این کار را می‌توانیم حل کنیم و آنچه بیش از همه اهمیت دارد متوقف نشدن در برداشت گام‌های بلندتر برای نزدیکتر شدن به منشأ خشونت و هدف گرفتن آن است. باید باور داشته باشیم که قدرت جمع ما از دیوارهای دانشگاه فراتر است. خب خیلی ممنون که شنیدید. همونطور که گفتم این متنی بود که بله ببخشید من 1 دقیقه فقط میتونم وقت بگیرم یه چیزی در مورد متنای سربناز بگم. دوستان، سربناز احمدی متن‌های زیادی در حوزه مقابله با خشونت جنسی هم نوشته هم ترجمه کرده. با جستجو کردن اسمش توی سایت دیدبان آزار، سایت بیدارزنی و همچنین سایت نقد میتونین به متناش دسترسی پیدا بکنین. انتخاب متناش برای ترجمه همیشه خیلی دقیق بوده در این حوزه و تا زمانی که زندانه. ببخشید ندا جان، فکر میکنم هیچ کسی صدای قنچه رو به جز تو داره نمیشنوه. من صدای قنچه رو دارم ولی من نمیشنوم و مثل اینکه بقیه هم نمیشنون. مثل اینکه یه سری نمیشنون. عجیبه. من هم نمیشنوم. ولی قنچه میتونه بگه من دوباره بازگوش کنم یا بنویسه که من بخونم اگه اینجوری مشکل حل میشه. بگو مثل اینکه بیشتری ها میشنون. اوکی همین و ادامه بده و مثلا بعد ندا توی یه خلاصه‌ای بگو. می نویسم حالا توی چتم و میتونین به متناش دسترسی پیدا بکنین و داشتم میگفتم تا موقعی که زندان هست که امیدوارم البته طولی نکشه و هر روز منتظر آزادیش هستیم. بازخوانی این متنا همچنان ارزش داره و بهتون پیشنهاد میکنم که برین و بخونین. ممنون. همین. برای کسی که صدای قنچه رو نشیندن، قنچه تکرار کرد که سربناز متن‌هایی داره که به خوبی انتخاب شدن و توی سایت‌های مختلف منتشر شده و تا روز آزادیش میتونیم این متن‌ها رو بخونیم و اگر قبلا نخونیم و مورد بازخونی قرار بدیم و به امید اینکه زودتر آزاد بشه. خب ارائه بعدی به شکل ویدیو هستش و از آثار فارغ التحصیل مطالعات توسعه اجتماعی، فمینیسم و فعال حوزه زنان ساکن ایرانه و ارائهش که به طور ویدیو پخش میشه
مربوط به عنوان ارائهش که از روایتگری زنان پس از طلاق، قراردادهای فسخ ناپذیر و بازپسگیری خود که حاصل مصاحبه با 3 زنی که طلاق گرفتن. در واقع میخواد اشاره کنه به این که این کلیشه که زنها بعد از طلاق، درسته که به لحاظ پیش‌بینی‌های قانونی ممکنه این تصور عمومی وجود داشته باشه که آزادی خودشون رو به دست میارن، اما صرفاً درباره همه زنها این اتفاق نمیفته و صرفاً هم طلاق نیست که تاثیرگذاره و المان‌های مختلف دیگه‌ای توی مسئله میتونن دخالت داشته باشن. ویدیو آثاره رو میبینیم با هم دیگه. خیلی خوشحالم از این که امسال تونستم کنار شما باشم و ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین. امیدوارم که همگی حالتون خوب باشه و بتونیم امسال 8 مارس رو کنار هم هرچی بیشتر به آگاهیمون اضافه کنیم و بتونیم قدم‌های بزرگتری برداریم برای رفع موانع تبعیض جنسی و بهره‌کشی‌های جنسی. زیاد وقتتون رو نمیگیرم و سریع وارد موضوع اصلی میشم. مسئله که چند وقت ذهن منو مشغول کرده بود، اول با یه سوال ساده شروع شد، اینکه چرا بعضی از زنها بعد از طلاق و جدا شدن گوشه‌گیر میشن، روابط اجتماعیشون رو کم و کمتر میکنن و بعضی دیگه نه، میتونن راحت زندگی مستقل خودشون رو داشته باشن و به هدفها و چیزایی که میخواستن برسن. این سوال همینطوری تو ذهن من هی باز و بازتر میشد تا رسید به سوال کلی‌تر، اینکه آیا طلاق برای همه زنها به طور یکسان امتیاز و معایب داره یا اینکه نه، این امتیاز و معایب به طور غیر یکسان و نابرابر تقسیم شده. یه سر که اومدم راجع به این سوال فکر کردم، خب یه سری پیش‌فرض ها تو ذهنم بود که برمیگشت به دید و تفکرات جامعه نسبت به زنی که طلاق گرفته. اما وقتی که جلوتر رفتم با چند تا از کسایی که تجربه جدا شدن و طلاق داشتن صحبت کردم، متوجه شدم که این همه ماجرا نیست و مسئله خیلی فراتر از این حرف هست. در واقع جواب توی همون سوال اول سوالی بود که تو ذهنم بود که طلاق برای همه زنها رهایی بخش و آزادی بخش نیست. امتیازات مثبت و تبعات منفیش برای همه زنها به طور یکسان تقسیم نشده. نبسته به طبقه اقتصادی، عرف و فرهنگ خانواده و محیط اجتماعی که زن و خانواده‌اش تو اون رشد کردن و تربیت شدن و بزرگ شدن، همه چیز میتونه متفاوت باشه. چون زن زندگی آزادی یک گزاره بسیار فراتر از سبک پوشش و ظاهر زنان. در واقع دقیقاً همراستاست با بازپسگیری خود، مالکیت خود و در نهایت حق حیات زن. مسئله اصلی این جنبش از نظر من همون مالکیته. زنها چه مجرد چه متأهل صاحب بدنشون نیستن و ازدواج در بستر قوانین موجود فقط باعث تغییر مالک میشه. ممکنه تو شرایط زنانی که موفق میشن طلاق بگیرن بتونن آزادانه تر از دیگران زندگی کنن، اما طلاق همچنان برای عده زیادی از زنها تبعات و آسیب‌های جبران ناپذیری داره. تو چند سال گذشته ما از عده زیادی از فمینیست‌ها یا روانشناسایی که رویکردهای فرد محور دارن و استقلال زن و تنها وابسته به خواست و اراده خودش میدونن، میشنویم که همیشه تاکید داشتن اگر از زندگی خودتون راضی نیستید و راههای مختلفی مثل مشاوره و زوج درمانی و اینا رو امتحان کردید و جواب نگرفتید، خب اشکال نداره طلاق بگیرید، مستقل بشید و در نهایت هم مثل خیلی از زنهای دیگه تو دنیا موفق و خوشحال به زندگیتون ادامه بدید. آیا طلاق گرفتن میتونه یک نسخه و راهکاری برای همه زنها باشه؟ آیا میشه بدون در نظر گرفتن عوامل مختلف همون راهکاریو که مثلا برای زنهایی توی کشور اروپایی توصیه میکنیم برای زنهای ساکن ایران هم پیشنهاد بدیم، بدون در نظر گرفتن شرایط خانوادگی و عرفی که یک زن در اون زندگی کرده؟ آیا ما میتونیم از همه زنهایی که از زندگی مشترکشون ناراضی هستن انتظار طلاق گرفتن و بعد از اونم استقلال شخصی رو داشته باشیم؟ خب قطعا نمیشه. همه ما تو زندگیمون زنای متأهل زیادی رو دیدیم که با وجود مشکلات فراوان و تحمل خشونت‌های مختلف همچنان تو زندگی مشترکشون موندن و قصد جدا شدن ندارن. راحت تر این کار تو این شرایط اینه که ما انگشت اتهامو به سمت زن بگیریم که اگر بخوای میتونی جدا بشی، پس حالا که نشدی مشکل از خودته، مشکل از بی اراده بودن خودته. در صورتی که طلاق تو شرایط فعلی برای خیلی از زنها دشواری‌های زیادی به همراه داره. تبعات طلاق برای زنهای فرودست، حاشیه نشین، زنهای برخی از ملیت‌ها و شهرهایی که تو اجتماعاتی با بافت سنتی تر زندگی میکنن سنگین تره. اما همچنان برای زن طبقه متوسط شهری هم بدون هزینه نیست.
روایت هایی که من براتون آوردم صحبت هایی که با 3 زن ساکن تهران داشتم. زنهایی که توی جوانی ازدواج کردن، تو جوانی طلاق گرفتن و در نگاه اول تمام امتیازهای زندگی مطلوب توی ایران رو داشتن. زن فارس مرکزنشین طبقه متوسط. اما علیرغم همه اینها طلاق براشون نه تنها رهایی بخش نبوده، بلکه فقط یه بازگشتی به گذشته بوده و اونها دوباره تحت سرپرستی پدر یا همون پدر سالاری در اومده. بخوام یه شمای کلی از صحبتم بهتون بدم اینه که صحبتایی که من اینجا دارم به 3 بخش کلی تقسیم میشه. بخش اول برمیگرده به دلایلی که هر کدوم از این زنها برای ازدواج داشتن. بخش دوم درباره مشکلاتی که در طول زندگی مشترک تجربه کردن و بخش سوم که همون هدف اصلی این صحبت‌های منه درمیگرده به مشکلات و مسائلی که بعد از طلاق گرفتن همچنان درگیرش بودن. من با 3 نفر صحبت داشتم که یکیشون سپیده 31 ساله معلم و کارشناس ارشد ریاضی بود. یکی زهرا 31 ساله خانه‌دار و دیپلم که مادر 2 فرزنده و نفر سوم هم مهسا 28 ساله کارمند و کارشناس مدیریت مالی. سپیده میگه که من 20 سالگی ازدواج کردم. وضعیتمون خیلی شبیه هم بود. هر دومون از خانواده‌های مذهبی بودیم. مامان من معلم قرآن بود و مادر اونم توی منطقه خودمون استاد حوزه. اما خودمون دوتا اینطوری نبودیم. فقط جلوی خانواده‌ها مجبور بودیم که فیلم بازی کنیم و تو نقش آدم مذهبی بریم. برای همین هم وقتی اومدن خواستگاری من برعکس خواستگارهای قبلیم که همه مذهبی بودن قبول کردم ازدواج کنم. حتی بعد از عروسی هم باز جلوشون ادای مذهبی ها رو در می آوردیم. و زهرا درباره چجوری آشنا شدنشون میگه که من درسم خیلی خوب بود. کنکور که دادم رتبه‌ام 2 رقمی شد. اما بابام و داداشم گفتن یا میری دانشگاه الزهرا که همه دخترن یا اصلا هیچ جا نمیری. در صورتی که علاقه اصلیش دانشگاه تهران بود و هنوزم خیلی خیلی دانشگاه تهران رو دوست داشت. دیگه واسه همین رفتم دانشگاه الزهرا. فکر کنم ترم دوم بود که اومدن خواستگاری. من حتی موهای پشت لبم رو نزده بودم، ابرومو بر نداشته بودم. با بابام میرفتم دانشگاه، با خودشم برمیگشتم. باور کن نصف ذوق و شوقم واسه عروسی این بود که ابرو بردارم و خودم برم دانشگاه. ما اینجا زنهای زیادی رو داریم که حق انتخاب پوشش ندارن، حق انتخاب سبک زندگی مورد علاقه شون رو ندارن و جز به جز زندگیشون، تفریحشون، ساعت رفت و آمدشون و ظاهرشون توسط جمهوری اسلامی کوچیکی که توی خونه نقش پدر یا مادر یا برادر رو داره کنترل میشه. زنهایی که راهی برای فرار از خونه و قوانین انعطاف ناپذیرش ندارن مگر ازدواج کردن. زنایی مثل سپیده که فقط به خاطر مذهبی نبودن خواستگارشون بهش جواب مثبت میدن، یا مثل زهرا به ذوق آرایش کردن و ابرو برداشتن. اونم تو شرایطی که میگه انقدر از دست بابام و برادرم خسته شده بودم قبول کردم که ازدواج کنم، وگرنه اصلا نه شوهرم رو دوست داشتم نه به هم میخوردیم. اما مسئله اینه که تو اکثر موارد اوضاع بهتر از این نمیشه، چون ریشه های زن ستیزی و پدر سالاری انقدر عمیق شده و رشد کرده که به سختی میشه اونا رو قطع کرد. و زنی که تا پیش از این پدرش صاحب افکار و رفتارش بوده، الان فقط اون مالک و کارفرماش عوض شده. از پدر تبدیل شده به شوهر، از خانواده خودش تبدیل شده به خانواده شوهرش و زن اینجا مجبور میشه که سکوت کنه و شرایط رو تحمل کنه. وقتی از سپیده خواستم درباره مشکلاتی که توی زندگیش داشته با هم صحبت کنه، میگفت که من بعد از 1-2 سالی که ازدواج کردم فهمیدم که همسرم معتاد شده. چند بارم به هم خیانت کرد، مصرفش هم میگم مصرف بالای کوکائین و اینجور چیزا بود. میگفت یه مدت حتی ازش HPV هم گرفتم، اما 7 سال به کسی چیزی نگفتم و تحمل کردم. چون با خودم میگفتم حداقل تا وقتی که اینجا باشم، تو خونه این آدم باشم، میتونم اونجوری که دوست دارم لباس بپوشم، میتونم روسری سرم نکنم، آرایش کنم، با دوستان برم بیرون. با هم مهمونی و دور همی میرفتیم، اما خونه مامان و بابام مثل زندان بود. بعد حتما چادر سرم میکردم. در هیچ وقت تو مجردی با دوستام تنها بیرون نرفته بودم. اما بعد از چند سال دیگه نتونستم این چیزا رو تحمل کنم. و مهسا قبل از ازدواجش با شوهرش دوست بودن، پارتنر هم دیگه بودن چند سال. میگفت که ما هر بار که دعوامون میشد وسط کتککاریاش میگفت که ننه بابات میدونن که چه لفظ توهین آمیزی رو به کار میبرد، چه دختری رو بزرگ کردن، میدونن قبل از عروسی با من سکس داشتی.
و هر دفعه که تهدید میکردم که به بابام میگم کتکم میزنی، میگفت بگو، منم میگم دخترتون خرابه، تو مهمونی‌ها مشروب میخوره و میرقصه. وقتی که داشتیم جدا میشدیم همه چی رو به مامان بابام گفتم. همه عکس‌ها و فیلم‌ها رو نشون داد. تا 2 سال بعد هر بار مامان و بابام با هم حرف میزدن تیکه مینداختن، دعوا میکردن که تو انقدر ول و سیگاری شدی که شوهرت گذاشت و رفت. اما حتی یک بارم نمیگفتن که شوهرم منو چند سال کتک میزد. خیلی دردناکه که خونه پدری امن نیست و زندگی مشترکم با شوهر امن نیست. خیابون و گشت ارشاد و نیروی سرکوب ناامن کرده و امکان زندگی مجردی هم متعلق به زنهایی که یا بخت و اقبال همراهشون بوده و دست پرقدرت پدرسالاری و مذهب بهشون نرسیده، یا اینکه استقلال مالی دارن و میتونن برای خودشون زندگی کنن. تو این وضعیت اکثر زنها مجبور میشن به تحمل و صبر کردن. صبر و تحملی که رسانه‌ها و پروپاگاندای حکومتی سعی داره اونو از ویژگی‌های زن با حجب و حیا و زن ایدئال برای زندگی نشون بده. اما واقعیت زنیه که تو زندگی مشترکش انواع خشونت‌ها و تحقیرها رو تحمل میکنه، اما از ترس زندان خانه پدری به اونجا بر نمیگرده. زهرا راجع به زندگی مشترکشون میگفت که من 2 ماه بعد از عروسیم حامله شدم و تا حامله شدم دیگه نذاشت که دانشگاه برم. انقدر گریه کردم، انقدر خواهش کردم، اما فایده نداشت و همش میگفت که من مشکلی ندارم با دانشگاه رفتنت، خودت اذیت میشی با این وضع بری. ولی دروغ میگفت. مگه من عقل ندارم که چی اذیتم میکنه و چی اذیتم نمیکنه؟ دیگه سر کار رفتنم که معلومه نمیذاش برم. اجازه میداد کلاس‌های مختلف برم، مثلا کلاس شیرینی پزی و کاشت موژه اما تا میخواستم با همین چیزا کار کنم اجازه نمیداد. ولی هیچ وقت هم نمیگفت نمیذارم. همیشه تا حرف سر کار رفتن میشد برام پول میریخت. یا هی میگفت خسته میشی، سختت، اذیت میشی. شده بودم یه زن گوشه‌گیر با بچه توی خونه. حتی نمیذاشت بچه رو مهد کودک ببرم. میگفت بچه گناه داره، اذیت میشه. برخلاف تصور موجود، زن ستیزی یا خشونت همیشه با کتک زدن و فحش و داد و فریاد همراه نیست. خشونت علیه زنها همیشه چشم کبود و بدن زخمی نیست. اتفاقا امروزه خشونت در قالب کلمات پرمحبت با شکل و شمایل زیبا و بدون داد و فریاد خیلی بیشتره. خشونت اقتصادی، ایجاد محدودیت تو رفت آمد و معاشرت با دوستا و خانواده، محدود کردن تمام ساعتهای روز زن با کار خانگی و فرزند پروری، همه اشکال مختلفی از خشونته که اتفاقا میتونه در قالب محبت آمیزترین کلمه ها هم بیان بشه. تو این شرایط زن متهم میشه به این که معنای عشق رو نمیفهمه، دوست داشتن مردش رو درک نمیکنه و ایراد بیخود میگیره. زن تمام وقت داره برای استقلالش میجنگه و مرد در مقابلش اونو با یه محبت دروغی کنترل میکنه و تحت اختیار و مالکیت خودش در میاره. جامعه و خانواده اینجا مرد رو ستایش میکنه و زن و سرزنش، چرا که مرد حتی فریادم نمیزنه، حتی دادم نمیزنه، اما زن با تمام وجودش در حال مبارزه است و احتمال خیلی زیاد پرخاشگری هم میکنه. این خشونت پنهان و خشونت بزک شده و صورتی و کاغذ پیچی شده باعث میشه که زنها تو رابطه با احساساتشون دچار گسلایت بشن، رنجشون توسط خودشون و دیگران نادیده گرفته بشه. از طرف دیگه زنهایی که همواره تو بستری تبعیض‌آمیز و مبتنی بر خشونت جنسیتی بزرگ شدن به این سبک از رفتارها و تبعیض‌ها عادت کردن. توی جایی از گفتگومون زهرا میگفت که من چند سال اول عروسیمون سختم نبود، اذیت میشدم، اما چون از اول عمرم اینطوری با هم رفتار شده بود فکر میکردم درستش همینه که تا قبل از ازدواج اجازه من دست مامان و بابام باشه و بعد از اونم دست شوهرم. داریم دیگه یواش یواش وارد بخش سوم گفتگومون میشیم. سپید راجع به روند طلاق و مشکلات بعدیش میگفت که من بعد از 7 سال درخواست طلاق دادم و جدا شدم. مهریه رو بخشیدم، به خاطر همین هر کاری کردم نشد خونه بگیرم، پولم نمیرسید. و اینجا با یه خنده خیلی تلخ میگفت که البته اگر پولم میرسیدم بابام نمیذاشت. اومدم دوباره خونه مامان و بابام. تو این 1 سال بعد از جریانات پارسال، منظورش جنبش ژینا بود، فقط تونستم راضیشون کنم که دیگه با چادر بیرون نرم. برای هر بار بیرون رفتن و دیر اومدن بعد بهشون جواب پس بدم، انگار که یه بچه 15 سالم. هر بارم باهاشون بحث میکنم بهم میگن تو زن مطلقه‌ای، ازت سوء استفاده میشه. و زهرا میگفت که من الان 1 سال و 8 ماه جدا شدم، با 2 تا بچه برگشتم خونه مامان و بابام. نمیتونم کار کنم، نمیتونم مستقل بشم، هیچ اختیاری از خودم ندارم.
روزی 2 بار از خونه میرم بیرون که بچه‌ها رو ببرم مدرسه و برگردونم. همین. نه دوستی، نه کاری، نه هدفی. تو این سن نه درس خوندم، نه سابقه کار دارم. با این هزینه‌ها چجوری پول در بیارم و خرج 2 تا بچه رو بدم و جدا زندگی کنم؟ اصلاً کی به من کار میده تا این همه آدم تحصیل کرده و با سابقه کار هست؟ و مهسا میگفت بعد از اینکه دعوا شد و اون عکس و فیلمای منو نشونه پدر مادرم داد و دیگه کار بالا کشید، کارمون کشید به طلاق و طلاق گرفتیم. میگفت بعد از چند وقت به بابام گفتم که میخوام کار کنم. بابا منو برد توی شرکت خودش که اونجا باشم. باید با چادر برم سر کار، با چادر برگردم، با خودش برم، با خودش برگردم که این موقع آبروش نره که دخترش چادری نیست. وضعیت معیشت و شرایط نابسامان اقتصادی اوضاع زندگی بعد از طلاق و برای زنها به شدت سخت و دشوار کرده، طوری که زنها وقتی بتونن جدا بشن باز مجبورن برای امرار معاش به خانه پدر و مادرشون برگردن. احتمالاً اینجا برای بعضی سوال پیش بیاد که خب چرا مستقل نمیشن؟ چرا بعد از طلاق باز به خونه پدر مادرشون برمیگردن؟ جوابش به طور خیلی خلاصه به قول ویرجینیا وولف میشه این که چون اتاقی از آن خودشون ندارن. حق سرپناه و مسکن، حق اشتغال، حق رسیدن به استقلال مالی کاملا هدفمند از زنها سلب شده. بخشی از این سلب شدن توسط حاکمیت اتفاق افتاده که زیرساخت‌های لازم برای اشتغال زنها مخصوصا بعد از به دنیا آمدن فرزندانشون رو فراهم نکرده. اکثر زنها مجبور به ترک شغل میشن یا اینکه مجبورن بخش زیادی از درآمدشون رو صرف هزینه مهد کودک بکنن. بخش دیگری از زنها هم به خاطر فرهنگ موجود توی عرفمون و فرهنگ پدرسالارانه‌ای که وجود داره ازشون انتظار میره که بعد از ازدواج فقط خانه‌داری کنن و به خاطر همین اکثرا خانه نشین میشن و در نهایت استقلال مالی برای همیشه از خیلی از زنها گرفته میشه. استقلال مالی که میتونیم بگیم اولین قدم رهایی و از الزامات داشتن بقیه حقوقه. برای جمع‌بندی پایانی حرفم باید بگم که همه قصد من این بود که بگم درسته که طلاق گزینه‌ای برای بهبود شرایط زندگی، برای در اختیار گرفتن زندگی شخصی، اما امتیازاتش برای همه زنها برابر نیست. گاهی هزینه روانی جدا شدن برای زنها از موندن تو زندگی مشترک خشونتبارشون خیلی بیشتره. اینجا زنها مجبورن انتخاب کنن بین مالک بد و مالک بدتر. حرف من این نیست که بگم زنها نباید طلاق بگیرن یا زنها باید طلاق بگیرن. در واقع این یه چیزیه که اصلا نمیشه نسخه واحدی برای همه پیچید. مسئله اینه که تا زمانی که یک سری ملزومات اولیه وجود داشته باشه، زنها نمیتونن بعد از طلاق زندگی راحت‌تر و انسانی‌تری رو تجربه کنن. یکی از این ملزومات همونطوری که گفتم قطعاً استقلال مالیه. خشونت مالی که از سمت فرهنگ و عرف جامعه و همینطور حکومت به زنها تحمیل میشه یکی از بزرگترین ابزارهای کنترل زنهاست که باعث میشه زنها یا نتونن جدا بشن یا بعد از طلاق هم نتونن مستقل بشن. یکی دیگه از این ملزومات حمایت‌های اجتماعی خانوادگیه. متاسفانه هنوز تو خیلی از خانواده‌ها طلاق به شدت برای زن نکوهش میشه. بارها ما توی اخبار و رسانه‌های مختلف خوندیم و شنیدیم که زنی فقط به دلیل اینکه گفته میخواد طلاق بگیره، یعنی حتی وقت نکرده درخواست قانونیشو بده، فقط حرفشو پیش کشیده، توسط پدرش، برادرش یا یکی دیگه از مردای فامیل مثل عمو و پسرعموهاش و کسایی که خودشونو قیمش میدونن به قتل رسیده یا حتی همسرشونو به قتل رسونده. در چنین مواردی تو چنین شرایطی چجوری طلاق میتونه گزینه نجات بخش باشه؟ یا تو شرایطی که مثل روایت‌های بالا زنها با سختی‌های خیلی زیادی تونستن طلاق بگیرن، تونستن جلوی خانواده وایسن تا حق خودشونو بگیرن. به هر حال اینا تو این شرایط تونستن جدا بشن، اما در نهایت چیزی که عایدشون شد فقط عوض شدن زندانبانشون بود. چجوری میتونیم از همه زنهایی که شرایط خانوادگی مشابهی با سپیده و مهسا و زهرا دارن انتظار داشته باشیم که اگر از زندگی مشترکشون ناراضی بودن به گزینه طلاق فکر کنن؟ نه، اگر فکر نکنن یعنی خودشون مشکل دارن یا اینکه نمیخوان جدا بشن. این زنها بعد از طلاق همچنان تحت خشونت خانگی و تحقیر قرار میگیرن. اعتماد به نفس و عزت نفس خودشون رو به شدت از دست میدن. و از طرف دیگه حتی حق صحبت کردن با دوستا یا مشاور رو از خودشون گرفته بودن، چون از احساس شرمی که از شرایط زندگی خودشون داشتن خجالت میکشیدن. از اینکه بشینن یه جا تو جمع دوستاشون یا جلوی یه مشاور مثلا بگن که من یک زن 31 ساله‌ام، من مادر 2 تا بچه‌ام، اما هنوز نمیتونم از خونه برم بیرون، بعد از بابام اجازه بگیرم، خجالت میکشیدن.
شنیدن جمله‌هایی مثل این که خودت بی ارزه‌ای، تو نمیتونی جلوشون وایسی، خب مگه چیه، به بابات بگو نه. یا مثلا این که تو که همیشه غر میزنی، قبل اینکه طلاق بگیری غر میزدی، الان هم داری غر میزنی. یا جمله‌های دیگه‌ای که مثلا مگه نمیگفتی میخوای طلاق بگیری، خب اینم طلاق. این جمله‌ها رو به شدت شنیده بودم و خیلی براشون اذیت کننده و سخت بود، چون حس می‌کردن که اصلاً درک نمیشن. تو صحبت‌های پایانی که با همدیگه داشتیم جمله‌ها خیلی سخت و دردناک شده بود. مثلا سپیده میگفت یه وقتایی به خودم میگم خاک بر سرت سپیده، طلاق واسه چیت بود؟ اونطوری حداقل کسی کاری به کارت نداشت، میرفتی میومدی. یعنی ببین چقدر خونه مامان و بابام وحشتناکه که از ول کردن یه مرد معتاد خیانتکار پشیمونن. یا مهسا میگه شدم عین یه برده، انگار قبلش افسارم دست شوهرم بود، الان دست بابام. هیچیم از خودم نیست، اصلا نمیدونم کیم و چیم. روایت هایی که شنیدید فقط بخشی از مشکلات زنهاست توی ایران بعد از طلاق و جدا شدن. روایت هایی که به قول مهسا به بقیه بگی نمیفهمن، فقط باید از یه خانواده مذهبی و سنتی باشی تا درکت کنن. زنهایی که محرومیت مالی و فقر ندارن، زنهایی که تو شهری به بزرگی تهران زندگی میکنن، زنهایی که از حق و حقوق خودشون هم آگاهن. بدون شک اوضاع زنهای طبقه محروم، زنهای طبقات طرد شده و تو حاشیه، زنهای گمنام و بی صدا بسیار بدتر از اینه. البته هستن زنهایی که مبارزه میکنن و عصیانگری میکنن و همیشه سعی دارن که پیشرو باشن و سرپیچی کنن، بتونن سهم و حق خودشون رو بگیرن، که خب از همینجا من بهشون افتخار میکنم و امیدوارم که با کنار هم بودن بتونیم هر روز به تعداد این انسانهای مبارز اضافه کنیم و همه با هم راه بیفتیم تا ترسمون بریزه. ممنونم از این که به حرفام گوش دادیم. خب مرسی که همراهمون بودین و مرسی از آثاره به خاطر ویدیوش و توجه دادنمون به کلیشه‌ای که واقعا خیلی وقتا نمیتونیم ببینیمش و مسئله طلاق انقدر پیچیدگی داره که هر چقدر دربارش صحبت بکنیم کمه. آثاره در بخش پرسش و پاسخ بدون ویدیو با ما خواهد بود و اگر سوالی ازش دارین میتونید مطرح کنین که بعدا ازش پرسیده بشه. ویدئوی بعدی در واقع ارائه بعدی هم به شکل ویدئو هست و اسمش هست صدای بی‌حجاب، روایت مشترک زنان از تجربیات آزار و تجاوز. این فیلم رو ژینا برامون فرستاده. ژینا دانشجوی ارشد تئاتر در ایرانه. این فیلم در زمستان 1402 و توسط جمعی از زنان ساخته شده و تمام روایت‌های این فیلم هم برگرفته از داستان واقعی 30 زن هستش. با هم دیگه می‌بینیم و ژینا رو هم در بخش پرسش و پاسخ خواهیم داشت. اگر سوالی دارین همچنان میتونیم بنویسین که بعدا ازش بپرسم. مرسی. Everything gonna be alright. Oh yeah. خیلی خوش اومدین. خوش خانم خدا. مرسی. اوه خیلی رویه شده. خداییش این چه طرز لاک زدن؟ اون نداری آرش رو دیگه همیشه. بچه ها دیدن روایت شیشمش هم در اومد؟ شما چی میدونید آخه؟ من همه چی رو سعی کردم رعایت کنم. ولی دیگه همشون شبیه هم. یه کاری عین هم تکرار میکنم. بچه قاتل سریالی هم باشه این تغییراتی میده خلاقیتی به خرج میده. این یارو عین هم کپی زیراکس. من وقتی داستان الهامو شنیدم خودم فکر کردم که خب منم با این همه ادعای مطالعات فمینیستی و اینا با خانواده‌ای که سالا خارج درس خوندن و اینا این اتفاق برای منم افتاد و فکر میکنم که راستش مسئله اینه که آدم واقعا نمیتونه بفهمه که تو چه منجلابی گیر میفته. خب همینو مثلا تو دقیقاً تصور کن ما 4 نفریم داره این میز نشستیم. هر کی یه تیکه تازه از داستان زندگیشو گفت.
از همین ماها شروع کنیم همه چیزو بگیم یه رمان در میاد. بعد تو فکر کن یه روزی توی ایران آره همه زنها بتونن داستاناشون رو بگن، واقعا فکر کنم جهان میترکه. چه داستانای متفاوتی. بچه نخوام بهتون بگم و یه خودتون میدونی مثل خواهرای من هستیم. واقعا من با شما همیشه خودم بودم. الانم یکی از باورتون میشه که دغدغه‌ام مهاجرت مریمه. یا که یکی از بند جونم داره میره. ولی واقعا الان بچه احساس میکنم رابطه‌ام با پیمان به بنبست عجیبی رسیده. لالا به خود نمیگم. چرا نمیگم؟ همون کافه‌ای که زری گفته بود و رفتیم. رفتم اینستاشو در آوردم. تو بالا چه بگیری؟ واقعا کراشه ها. سیکس پک هم که داره ورزشگاه. ما وقتی وارد اون مهمونی شدیم من مامان دوست دختر خودش معرفی نکرد. من همراهش بودم. و توی این مهمونیه همه چیز خیلی نرمال بود اولش، شبیه همه حالا مهمونیایی بود که ما میتونیم داشته باشیم. ولی خب رفته در طول مهمونی این هر چقدر داشت الکل بیشتری میخورد من رفتارهای عجیب تری از این داشتم میبودم تا یه جایی که اصلا من نادیده گرفت و انگار من اونجا حضور نداشتم. نه من واقعا فکر میکنم این آدم برای این تو زندگی نگه داشتم که تنها نباشم. یه بک‌گراند ذهنی دارم که همش سنم داده میره بالا، اگه تنها بمونم چی؟ سپرهنه عزیز شاید هر کی منو از بیرون ببینه میگه توی زن مستقل و قوی و پر اراده و حتی زیبایی، اما من که این حسا رو ندارم. من خودم میدونم درونم چقدر خرابه. همونطور که میدونید و قبلا گفته بودم من یه پروژه‌ای برداشتم با دانشگاه که یه استاد ایرانی که سالها خارج درس خونده بود پای این کاره بود. این آقا از نصف شب ریکوست دادن به اینستای من و بعد ریپلایای عجیب روی استوری و دایرکت و فلان و اینا شروع کرد و حتی تا اینکه یه شب بدون اینکه اصلا از من بپرسه و اینو هماهنگ کنه ویدیو کال کرد به من. تو اون ویدیو کال در مورد بدنم، لباسام، همه اینا نظر داد. بعدش هم گفتش که آقا فردا من میام دنبالت با هم بریم برای یه تمرین ارائت. بعد خواهرم زنگ زد و من گفتم که آره این استاده اینقدر خوبه و هوای منو داره. اونم ذات برگشت گفت احمق یه ذره حواست باشه که با آدما مرزا رو رعایت کنی. و من اینطور بودم که وات. رفتم یه گوشه واسه خودم نشستم، گوشی تو دستم بود و مشغول گوشیم بودم. ولی خب داشتم میدیدم که این با دخترای دیگه رسما داشت لاس میزد و من هیچ حضوری به عنوان دوست دختر این آدم اونجا نداشتم. نخواستی بری از اونجا؟ و چند بار به این فکر کردم که خب اوکی من از اینجا برم، احساس راحتی ندارم. ولی خب باز اینطوری بودم که من الان این وقت شب یه جای خارج از تهران چجوری برم؟ مثلا با اسنپ برم که اونم باز یه ذره یه احساسای ترس و ناامنی واسه من ایجاد میکرد. دیگه من گفتم خب اوکی من میمونم و شرایطو یه جورایی هندل میکنم. نه میدونید من فکر کنم این رابطه رو فقط برای نگه داشتم که توی سن تنها نمونم. همش فکر میکنم که سنم داره میره بالا، اگه تنها بمونم چی؟ من میدونم پیمان من دوست داشت، نمیدونم شاید هم الان داره. ما با بزرگ شدیم، ما خودتون میدونیم چه رابطه عمیقی با هم تجربه کردیم، اما واقعا الان این فشار روانی که رومه داره ذره ذره وجودم از هم میپاشه. دیگه داستانای تنبلی تخمه منه که میدونید، اون اضافه وزنای عجیب غریبی که یهو اتفاق افتاد و همش داشت میرفت تو شکم و پهلو. بعدش هم اون آزمایش خونه و بعدش هم داروهایی که شروع کردم.
6 ماه تمام خودتون دیدین من پریود نشدم، چقدر لحاظ روحی روانی ریختم به هم. همه پوستم شد پر لک، کشالی رونم سیاه شد. میل جنسی هم که نگم براتون دیگه مختل گذشت. این دیگه خیلی مست شده بود و اصلا این دیگه عالم دیگه اومد دست منو گرفت و من برد تو اتاق. فردا اومد دنبالم و تو ماشین یه بغل گرمی و بعد دوباره رسیدیم تو دفتر. تو آسانسورش یهو کله منو چسبون به پیرنش که ببین عطر منو بوشو دوست داری. بعد رفتیم داخل اتاقشو، یعنی تو همون دفترش. داشت هی همه چی وضعیت پیچیده تر میشد. یهو این اومد سمتم، صورت منو گرفته بود تو دستاش و اینطوری بود که من دوستت دارم، چون نمیفهمی من دوستت دارم. و خب من اولش اینجوری بودم که خب اوکی آروم باش، من میفهمم که تو دوستم داری. باز اینجا من فکر میکردم که خب این آدم سر ابراز احساساتش میشه. باورتون نمیشه چند وقت پیش پیمان یه زل زد بهم و گفتش داداش میخوای مسابقه ریش و سیبیل با هم بذاریم؟ موهای زایدمو داشت. گفتم چرا حالیت نمیشه، این اصلا تقصیر من نیست، هورمونیه. یه خودتون میره وقتی که این شرکت رو باباش زده، کارآوارش هم گرفته، تایمش هم آزادتره، یه رو برده یه زندگی سالم به قول خودش، هلسی لایف. ای باشگاه، کوه ها، پیاده روی و پودر پروتئین و کوفت و زهرمار. نمیگم اینا بدا، ولی واقعا نمیدونید که چه وضعیتی برای من درست کرده. فقط این جریان جدید بازگشت به انرژی زمانگی کجای دلم بذاره منو. این اصلا یه چیزی پشتش هست، من اصلا نمیتونم قبول کنم. چون عملا اوکی، حالا خیلی اشاره خوبی کرد. فکر کنم مثلا تو بازگشت به انرژی زنانه تکیه کردن بر مرد، عملا داره تمام تلاشی که سالها شده برای خیلی داره چیز میکنه، داره در واقع سنتایی که این همه سال تلاش شده که حالا مثلا کنار گذاشته بشه و داره توی یه حالت حالا مدرن با توجیه سنگه داره زندهش میکنه. از یه جایی به بعد من دیدم که نه، این داره خیلی خشن میشه و تمام رفتاراش با من پر یه عالم خشونت. مثلا دست گذاشته بود گلوی من، داشت فشار میداد، داد میزد که دارم میگم دوستت دارم، چرا نمیفهمی من بهت علاقه دارم. و همینجوری که گلوی منو گرفته بود، من گرفت کشوند انداخت رو تخت. برگشت گفت که راحت باش، لباساتو در بیار، من میرم برات کافی بیارم و بعد بیام رو بادی لنگویجت کار کنم، لباساتو در بیار. و حالا همه اون جمع دختر پسری که اون بیرون بودن و قطعاً متوجه دعوای ما شده بودن، ولی هیچ کدومشون اصلا هیچ اهمیتی ندادن. یعنی اصلا انگاری هیچ کسی نبود اون بیرون، هیچکی نمیفهمه که چه اتفاقی داره تو اون اتاق میفته. همون دوستم خدا رو شکر زنگ زد، گفتش که آقا ارائهت افتاده، زودتر خودتو سریع برسون. تو مسیری که برسم به اون کارو تا همین الان اینطوری بودم که اگه همه اینا روال بوده، عادی بوده و اینا، چرا من حس بدی میگرفتم؟ خب در نهایت من مجبور شدم تن بدم به اون چیزی که حالا شما بهش میگین چه میدونم مثلا سکس خشن. خلاصه تموم شد و اینا. یه شب ما رفتیم یه مهمونی بعد مدت‌ها. یه دختری اونجا بود که دوست دانشگاه بود، تو این پروژه هم بود و یهو تو این پروژه لفت داد، اصلا بدون اینکه به کسی چیزی بگه. و بس که شده بود اومد بغلم، من نازش کردم، اونم منو ناز کرد و تبریک و فلان و اینا و گفتم که چرا رفتی از تو پروژه؟ اونم گفتش که آقا این استاده منو برد تو دفترش، به من گفت لباساتو در بیار، میخوام رو بادی لنگویج تماما همون چیزایی که داشت برای منم اتفاق میافتاد. و یارو باهاش سکس کرده بود و عکس و فیلم گرفته بود و به این گفته بود اگه بری به کسی بگی من عکس و فیلماتو پخش میکنم. یا حتی میتونید توجیهش کنید که خب اوکی خواسته این آدم این نوع سکس بود، ولی اون اتفاقی که برای من افتاد تجاوز بود. من اسمشو میذارم تجاوز. اون آدم من تجاوز کرد، ناخواسته با من سکس کرد. والا من دوست دارم انقدر زندگی دغدغه باشه، انقدر تو فشار استرس کار نباشم، بتونم به خودم برسم.
ولی بچه واقعیت چیه؟ من تمام زندگیم پر از استرس کاره، چون تصمیمم این بوده که مستقل بشم. ولی الان وضعیتم تو این رابطه به جایی رسیده که واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. به این تناقض عجیب رسیدم. من همچنان از اون موقع تا الان درگیر اینم که آقا من این اتفاقی که برای من افتاد چی بود؟ من فقط شانس آوردم که از این موقعیت نجات پیدا کردم، وگرنه منم دقیقاً این اتفاق برام میافتاد و واقعا آدم نمیتونه بفهمه که چی داره به سرش میاد. دختره چی شد؟ حالا میتوشو در ورد؟ کی؟ نرگس؟ نه بابا، رفت کلا یه مدت که تو فاز این پست و استوریای سیاه و تیره و تار، بعد دیگه اینستاگرامش هم کلا دیلیت اکانت کرد، با همه هم قطع ارتباط کرد، همه هم بلاک کرد، هیچ کسی هم خبر نداره کجاست. فرق داره دیگه شوکه شده. من میفهممش. من چی بگم؟ This song goes out to anyone who's ever felt mistreated. ولی کلا من فکر میکنم هر زنی با توجه به شرایطش و با توجه به توانش هر حرکت کوچیکی که بکنه، هر اقدام کوچیکی که انجام بده داره به جریان کل فمینیسم کمک میکنه. خیلی جالبه بخاطر اینکه یه متفکر زن آفریقایی بوده که به اسم مایا آنجلو، بعد اونم برمیگرده میگه که اگر هر زنی هر جای دنیا از حقوق یه زن دفاع بکنه باعث انگار بهتر شدن زندگی باقی زن‌ها میشه، حتی اگه سر این مسئله ادعایی هم نداشته باشه. مرسی که همراهمون بودین. این در واقع سومین روایت از مجموعه روایت‌های پنل امروز بود و در حال هممون می‌دونیم که چقدر سخت بازگو کردن چنین روایتی، چنین تجربه‌ای و دم این زن‌ها که هم واقعا. مرسی از جینا. ارائه بعدی هم باز ویدیو هستش از در واقع مینا جعفری ثابت برامون فرستاده به نام در جمهوری برادران. مینا خودش رو جامعه شناس معرفی میکنه و متاسفانه در بخش پرسش و پاسخ هم نمیتونه همراه ما باشه. فقط قبل از این که بریم سراغ ارائه بعدی، ببخشید یک لحظه. درست. قبل اینکه بریم سراغ ارائه بعدی و دیدن ویدئو، من میخوام بگم که شما میتونین در بخش پرسش و پاسخ سوال هاتون رو بگذارید و یا بعد از اینکه ارائه ها تموم شدن دستتون رو بالا ببرید و سوالتون رو بپرسید. مرضی جان شما دستتون بالاست و ممنون میشم که بعد از اینکه ارائه ها تمام شدن دستتون رو ببرین بالا و اگر سوالی دارین از ما بپرسید، از ارائه دهنده ها در واقع که حضور خواهند داشت در کنار ما. ویدئوی مینا رو میبینیم با هم دیگه و خود ویدئو و متنی که مینا روی ویدئو میخونه به حال گویا هستش خودش. مرسی. در جمهوری برادران، سوال این است: آیا صرفاً با حذف صفت اسلامی جمهوری کنونی میتوان خیر همگانی و جمهوری از نوع دیگر بنا کرد؟ این در حالی است که می‌دانیم به محض تأسیسش جمهوری با ترور گره خورده. به شهادت تاریخ جمهوری میتوان گفت که جمهوری ماهیتی تروریستی دارد
از انقلاب فرانسه تا به حال با استقرار ماشین دولت به نام جمهوری، برادرانی که خود را نماینده خیر همگانی می‌دانند به نام پاتری یا پدر ترور را آغاز کردند. روبسپیر خیر را معادل عشق به ملت و قوانین آن معنی کرد و ترور را عین عدالت فوری. مسئله این است که حتی اگر جمهوری بتواند با کشتن پدرشاه عیاش، همون که بی‌محابا در حال کیف بود، مدعی برابری اعضای جمهوری باشد، نمیتواند از کیف غضیبی روی بگرداند. ما به خوبی می‌دانیم که پدر مرده بیش از پدر زنده کارکرد دارد. کیف غضیبی که مشخصه جمهوری است استثناپرور است، یعنی برای مجموعه شدن مستلزم امری والا و مستثناست. در محلی که این امر والا مقرر شده، خیر، شر، عشق، نفرت و هر اینی آن می شود. حقیقتی تلخ در باور روبسپیر مبنی بر در همتنیدگی خیر ملت و ترور برای ملت نهفته است. در یک کلام، جمهوری نمیتواند ساختاری غیر تروریستی داشته باشد. در جمهوری برادران، حق به وظیفه و عقل عملی به آمر خیر همگانی که ابژه‌ای دست نیافتنی است بدل می شود. همواره برادرها که سربازهای جمهوری‌اند، محق و وظیفه شناس برای تحقق خیر همگانی تنهای مشکوک به هر کیفی جز کیف غضیبی را ترور می کنند. مسئله مهم دیگر این است که برای برقراری جمهوری دالی از ابتدای امر سرکوب شده. این دال زن است. حتی اگر هم زنها حق رأی داشته باشند، حتی اگر به دم و دستگاه دولتی راه یابند یا حتی اگر رئیس جمهور شوند، باز هم جمهوری برادران نام دارد، چون پدر کارکرد استثنایی خود را حفظ می کند و دال سرکوب شده هرگز شمردنی نمی شود. عاشق صداها میشم تا هم که صدات قشنگه. بیا با هم بپریم بی حسار، هرچند که هر قدم بازی کنیم نمیشیم بی حساب. به خیال این که با هم پیر نمیشیم پیروز میشیم. من شب میشم تو روز میشی، کم کم با هم دیگه دوست میشیم. صاف و بی نقاب میونه جعبه های کوچیک و تنگ میدویدم خونه های شطرنجی ما. من کلم تو هیچ چارچوبی نمیره انگار. پرت شدم من یه سیاره دیگه. حتی عشق واسه من جنسیت نداره، یا شایدم داره و نمیگه. اگر به مسئله خشونت علیه زن و تجربه های مشترکمان برگردیم، حتما به یاد میآوریم که چگونه سکوتی توافقی و قانونمند میان آزارگران و حامیانشان قربانیان آزار را به بنبستی قانونی میرساند. آزار و تجاوز نامرد لزوماً حکومتی است، همانطور که هر قتل نامردی حکومتی است، اگر حکومت را دیگری بزرگ یا انبار دالها معنی کنیم. حقی که جمهوری برای برادران به رسمیت شناخته، با بدل شدن به وظیفه خدمت رسانی به کیف غضیب را بر ایشان واجب کرده. به این معنا که برای تداوم کیف ارگان یعنی غضیب نوعی اضطرار مدام برقرار است. در جمهوری برادران سوژه ها آژان های جمهوری هستند. سوژه لبیک‌گو به واقع سربازی وظیفه شناس و هویت محور است و کم و بیش تداعیگر پدر. پس هر نوع سوژگی خلاقانه‌ای باید برای حفظ مقام پدر مرده بالای دار برود.
این برادرانی که می‌بینید دم از جمهوری قانون میزنند و با شعار زن زندگی آزادی از ناموس جمهوری نرسیده از راه خود دفاع می‌کنند، به خوبی به هم و به وقت فاش شدن اسرار یاری می‌رسانند، مبادا برادری از میانشان کم شود. آنچه مدام نوشته می شود و از نوشته شدن سر باز نمی زند تاریخ برادران جمهوری خواه است. این برادران اگر سفری بروند سفرنامه ها می نویسند. اگر مصیبتی ببینند مصیبت نامه ها چاپ می کنند. قربانی پیشتر و به واسطه قانون حذف شده. پس او هرگز نوشته نمی شود. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi, il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo sia arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Non v'è bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli. Perché dovremmo guardarci alle spalle se dobbiamo sfondare le porte misteriose dell'impossibile? Il tempo e lo spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, perché abbiamo già creato l'eterna velocità onnipresente. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente luci elettriche, i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti con un luccichio di coltelli. È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria, col quale fondiamo oggi il futurismo. Perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, di archeologi, di ciceroni, di antiquari. I più anziani tra noi hanno 30 anni. Ci rimane dunque almeno un decennio per compiere l'opera nostra. Quando avremo 40 anni, altri uomini più giovani e più validi di noi ci gettino pure nel cestino, come manoscritti inutili. Noi lo desideriamo. همنشینی جمهوری با نوشتن و بالاخص ادبیات را میتوان در فوتوریسم و جمهوری سالو و مشخصاً در فیگور ادبی فیلیپو تومازو مارتینی نویسنده دو مانیفست مهم یعنی مانیفست فوتوریسم و مانیفست فاشیسم دنبال کرد. به عنوان مثال در بند 3 مانیفست فوتوریسم نویسنده خشونت را ستایش می کند و در بند 7 شعر را هجمه‌ای پرخشونت بر نیروهای ناشناخته به منظور تقلیل و تذلیلشان در برابر انسان مرد تعریف می کند. و مشخص‌تر در بند 9 او جنگ را می ستاید و از آن به عنوان یگانه پاکی نام می برد. درست پیش از اینکه این بند را با ستایش نظامیگری و میهن پرستی و در نهایت تحقیر زن تمام کند. جالب است که بدانیم در بند 10 شاعر خواستار تخریب موزه ها و کتابخانه ها و دانشگاه ها می شود و مبارزه علیه فمینیسم را هم از قلم نمی اندازد. اما اگر به تجربه های شخصیم برگردم باید بگویم که ادبیات زیرزمینی جمهوری اسلامی پر است از خشونت‌های جنسی و تجاوزهای پرطمطراق برادرانی که در خماری لولیتا پای اجاق گاز شب را روز می‌کنند و حتی به روی مبارک خود نمی‌آورند که آن زنی که از بالای ساختمان پایین پرید با اتوی برقی به دست شوهر هایکوگویش داغ خورده بود. البته در جمهوری برادران خشونت برای خلق اثر لازم است. طبق درد دل شاعرانه 2 شاعر زیرزمینی و دانشجوی دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تهران. این شاعر شاوا فمینیست که از او نقل کردم به جای پیشانی کردن اسم معشوقه های خود که حالا روایتگران
خشونت‌های او شدند یا به جای جنبش دانشجویی یا کودکان غزه آثارش را به زن زندگی آزادی تقدیم می‌کند. اگر سر نخ را تا قتل قابیل بگیریم در میابیم که اولین یاد بود را قاتل بنا کرد، درست در محل قتل. این تقدیم کردنها طعنه‌های قاتل است، جشن پیروزی جمهوری برادران و البته انتظار برای استقرار جمهوری. یه جای دیگه که توش سوالا جواب میشن، یه جا که من کف شلوارم زمین نمیگیره، یه جا کلمه نمیچینه، انتقام خانم که هیچ جوره نمیشینه. بیا با هم دیگه بریم، من آزادم، واسه همین دوست هم دارن چه قفلم، کلیدی ندادم، ببین اصلا کلیدی ندارم، با دادم قایم شدم پیدا نشدم، نمیدونم کجام، آزادم. بیا با هم دیگه بریم بزنم خوبه وقتی درو میبنده، وقتی میاد وقتی میره، مگه زندگی کلم به من چند بار میخنده که تو تومه من نمیشی، نصیبم همیشه یه حال گنده، هی بوتو بکشم تون بکنم رنده، یه قاتل برنده سیر نمیشه بسنده کنم، وقتی تنم کردم لخت مثل نوزادم، لخت آزادم. من معتاد رفتنم که اگه بمونم گرفتن یه غم، بیا بریم با هم آب بریزیم بد رقم، حداقل بچه میمیرم چون پیر شدم، مسخره است. ویدئویی که مینا جعفری ثابت برامون فرستاده بود رو دیدیم و کاش که وقت داشتیم و میتونستیم بعد از تمام این ویدئوها، در واقع فقط یه ویدئو نیستن، ویدئو مقالن، فیلم مستند کوتاه هم یا هر چیز دیگه که هستن، وقت داشتیم و درباره‌شون صحبت می‌کردیم. حالا بعدا این ویدئوها رو منتشر می‌کنیم و میتونیم اگر صحبتی داشتیم در موردشون بگیم، با هم دیگه صحبت کنیم، گپ بزنیم. ارائه بعدی ارائه احساس که پژوهشگر فمینیست ساکن ایران خودش رو معرفی میکنه. عنوان ارائه هست، عنوان متن در واقع هست طرد شدگان ابدی روسپی‌کشی در ایران با نگاهی به شهر نو، که این ارائه رو لعیا هوشیاری، در واقع این متن لعیا هوشیاری برام میخونه. مرسی. لعیا جان میوتی. الان هست. اوکی. خب سلام به همگی. من لعیا هوشیاری هستم و به جای السای عزیزم که یک فعال سیاسی درون ایران هست این متن رو برای شما میخونم. خیلی متاسفم که خود السا این ارائه رو نمیده، اما خب مسلماً برای من افتخار بزرگی هست که به جای او ارائه بدم. این متن در واقع بخش کوچکی از پژوهش بزرگی است که السا در مورد روسپی‌ها در چند شهر ایران انجام داده. این روایت‌ها به شکل کامل در رسانه دیدبان آزار منتشر میشه. اگر سوالی هم دارید لطفاً همینجا بنویسید و السا از طریق دیدبان آزار حتما به شما پاسخ میده. این ارائه به نیما نیا تقدیم میشه و در مورد روسپی‌های جامعه کویر و LGBTQ مثالی آورده نشده و روایات به فعالین این عرصه تحویل داده میشه، زیرا السا معتقده که نمیخواهد پاش رو از گلیم خودش فراتر بگذاره و به نمایندگی از اونها صحبتی بکنه. من ابتدای ارائه یک هشدار میدم که محتوای متن شامل موضوعات حساسی است، از جمله خشونت جنسی، خشونت فیزیکی، تجاوز، آزار جنسی. از افرادی که ممکنه این موضوع اونها رو ناراحت بکنه خواهش میکنم اقدامات مناسب رو برای مراقبت از خودتون انجام بدید. برای اینکه تحقیر و کشتار طیفی از ستمدیدگان یعنی روسپی‌ها رو واکاوی کنیم، نخست نیاز است در مورد واژگان، چگونگی کاربرد و کارکرد آنان نیز حرف بزنیم.
واژگانی چون روسبی که در جهان کنونی که بر سر کاربرد آن یا کاربرد جانشین آن یعنی کارگر جنسی سخن فراوان رفته است. جایی وقتی میخواهند کسی را ستایش کنند میگویند نزد مردم روسفید شدی، ولی وقتی میخواهند زنی را تحقیر کنند میگویند روسفید شدی فلان شده، یا به عکس روسیاه شدی. کاربرد این واژه در دعواها و گفتگوهای روزمره درست مثل واژگانی چون جنده همچنان به صورت تحقیرآمیز به کار می‌رود. زنانی که معمولاً سرکش هستند و می‌خواهند پا را از قوانین موروثی مذهبی در مقابل خانواده یا حکومت فراتر بگذارند، با نامیده شدن توسط همین واژه در مواقع زیادی کشته، اسیر، طرد و فراموش شدند. پایه این واژه‌ها بر اساس تقسیم جنسیتی نابرابر و سراسر خشونت‌آمیز است. پس کاربرد تحقیرآمیز این واژه‌ها نه تنها زنان را طرد کرد، بلکه در نتیجه همین طرد آنان را به سمت روسبیگری کشانید. تاریخ روسبی کشی تاریخی بس دراز و متنوع است که در مناطق مختلف شکل‌های خاص خویش را داشته است. در مصاحبه‌ای با 92 زن حجم واژه پناه و آواره بر واژگان دیگر سنگینی می‌کرد. این نشان می‌دهد تا زمانی که زنان حق اختیار بر بدن خویش را به دست نیاورند، زنان زیادی نه تنها به جرم روسبیگری بلکه به جرم اندک مشابهتی با روسبی هم کشته می‌شوند. شاهد نمونه‌های روزمره آن هستیم. زنانی که به جرم زناکاری سنگسار شدند. زنانی که به جرم روابط عاشقانه با داس سرشان از بدنشان جدا شده. زنانی که با همراهی همسر و پدر سرشان بریده و در خیابان چرخانیده شده و زنانی که همچنان کشته می شوند. همگی تحت سلطه تحقیرآمیز واژگان خونشان نزد حکومت و بسیاری از مردم مباح شده است. قطعاً خارج از مرز ایران نیز همین گونه است، اما این ارائه مجال پرداختن به جهان خارج از ایران را به دست نمی‌دهد. دیوار بلند روسبی کشی و طرد روسبی تنها به صورت فیزیکی اتفاق نمی‌افتد. اول در خانه سرکش نبودن، جنده نبودن، عفیف بودن را تلقین می‌کنند. سپس در مدرسه و نظام آموزشی و تبلیغاتی تقویت می‌شود و در اجتماع با به بند کشیدن و کشتن زنان اجرا و عادی سازی می شود. بنابراین مقدمه می خواهم بگویم به کار بردن واژه روسبی در اینجا به معنای تحقیر طیفی از زنان نیست، بلکه عمیقاً معتقدم این تغییر واژه نیست که باعث بهتر شدن موقعیت یک زن می شود، بلکه چگونگی کاربرد واژه است. درست مانند چگونگی به کار بردن روسفید. بر همین اساس بهره‌کشی جنسی بر اساس برده، جنده، فاحشه، روسبی و کارگر جنسی تا زمانی که زنان حق اختیار بر بدن خویش را به دست نیاورند روز به روز افزایش می‌یابد. چه در دوران قدیم که زن به عنوان مالیات و برده از خانه به دربار کشانیده می‌شد و پس از مکیدن شیره جانش از دربار به حاشیه رانده می‌شد، و چه در دوران مدرن که زنان اجباری یا اختیاری، خصوصی یا شبکه‌ای خرید و فروش می‌شوند. چه در زمانی که روسبیگری رسمی بود و چه اکنون که در ایران غیر رسمی است. کشتار زنان و زنان روسبی با تقدیس زنکشی و روسبی کشی در تداوم بوده است. از شهر نو کم و بیش شنیده ایم، از انقلابی که زندگی ستمدیده ترین انسانها را سوزاند، اما همچنان جمهوری اسلامی از پاسخگویی در برابر این فاجعه سکوت کرده است. چون از یک سو پرسش کننده هایش را که جمعی محدود از فعالان زن بودند را ناچیز شمرده و از سوی دیگر هیچ نیروی مبارزی، هیچ نیروی خونخواهی چند روسبی را بر نزاکت سیاسی خود مرجح نمی شمارد. آثار این نزاکت تا هنوز به قوت خود پیداست. در ایران که مناسبات بر اساس خودی و غیر خودی، خونی و مذهبی بنا شده است، زن طرد شده در تمامی این مناسبات و پیوندها فرصت مناسبی برای بهره‌کشی جنسی و جسمی است. نه آبرویی دارد و نه خویشاوند کسی است. درست مثل نگاه اکثریت مردم روی جنازه تکه تکه شده زنی در میدان آزادی که در نگاه اول یک جنازه ممکن است موجب اندوه کسی باشد، اما اگر متعلق به روسبی باشد بار اندوه کمتر می شود. این بدان معنی است که از طرفی روسبی کشی در سال 57 یک بار اتفاق نیفتاده، بلکه از ریشه تاریخی فرهنگی محکمی نشأت می گیرد.
از طرفی دیگر پس از سرکوب شهر نو بسیاری از فاحشه‌خانه‌های ایران از جمله شیرین بیان شیراز، اصفهان، باسکول آبادان، یزد در بندر هرمز، استادسرا در رشت و بسیاری از خانه‌ها نیز با خشونتی تام ویران یا مصادره شدند. روسپیان باسکول حتی اعتراض هم کردند، اما جز زندان یا اعدام پاسخی نگرفتند. آنچه امروز خواهم گفت گزیده‌ای از روایات بر اساس مجال اندک است، اما به معنای روایت تمام راویان نیست. روایت اول مصاحبه با یک کاسب در شیرین بیان شیراز است، جایی که شهر نو شیراز بود، با این تفاوت که درمانگاه و پاسبان نداشتند و پلیس نیز دخالت نمی‌کرد. اختلافات توسط لات‌ها و مامان‌ها سردسته هر خانه حل می‌شد. این مکان در فاصله سالهای 57 تا 58 به طور کامل سوزانده شد. کاسب میگوید اینجا ده هم نبود، یه چند تا کوچه گلی بود و چند تا خونه. تو دست یه مشت لات و اراذل بود. ما کاسب بودیم، توی میوه فروشی کار میکردیم. گاریچی هم بودم. به اون زنها که نگاه میکردم 7 خواهرام میومدن جلوی چشمم. هر از گاهی یه زنی میومد یواش یه کاغذ میذاشت زیر بغلم که ببرم براش پست کنم. زنهای اینجا شاید به اختیار خودشون می اومدن، ولی دیگه به اختیار خودشون حق نداشتن برن توی شهر بچرخن. اگر یه وقتی هم بی اجازه می رفتن بر نمی گشتن، یا دزدیده می شدن یا همین لاتا جنازهشون رو جایی چال می کردن. چون از شهر دور بود، خیلی از زنها هم نابلد بودن که چطوری برگردن شهر. اینجا زنها تا خرخره توی قرض بودن، اما تا خرخره هم کار می کردن. آخرش هم لاتا ریختن آتیششون زدن. از یه روز قبل اومدن خط و نشون کشیدن که هری اگه در دکوناتون باز باشه همشو میشکنی. تازه خیلی حرمت ما رو داشتن که بهمون گفتن. کافه های مردم رو که نابود کردن، ما فهمیدیم یه خبرایی هست، اما نه در اون حد. قیومت بود. ما وقتی شنفتیم با موتور 2 ساعت و 40 دقیقه‌ای اومدن. صدای جیلیز ویلیز زن و بچه و آهن و آتیش می اومد. بلنگوها که هی عربده می زدن، روح خدا اومد. مرگ بر شاه. بعدها شنیدم میگفتن هر کی از اون آتیش فرار کرد لاتا پیداشون کردن. تحویلشون دادن به کلانتری کفترک. میگفتن اعدامشون کردن هر کی که زنده در رفته. اکثرشون از دهاتا فرار کرده بودن یا گول خورده بودن. اولش فکر میکردن مسافرن و قراره بیان اینجا کار کنن. بعضیشون حتی نمیدونستن اینجا چه خبره. یه تعدادشون رو همین لاتا میکشتن یا وقتی از کار میافتادن میذاشتنشون توی کوچه. از صبح تا شب پر از مشتری بود. زنا رو هیچکی اینجا نمیشناخت چون اسمشون عوض میشد و وا ویلا از روزی که یکی میفهمید آشناش اینجاست. پرداش خون به پا بود. لاتش هم جرئت نمیکرد پا پیش بذاره چون اگر شکایت میکردن که ناموس ما اینجا چی کار میکرد پای لات هم وسط بود. برای همین اگه یکی ناموسش رو پیدا میکرد هیچکی دخالت نمیکرد. اگه سرش رو هم میبریدن حق نداشتی حرف بزنی. این روایت نشان می‌دهد زنان روسپی نه فقط در تهران بلکه در شهرهای دیگر نیز به بیرون از شهر رانده می‌شدند. بسیاری زنان از خرید و فروش خود بیخبر بودند. بخشی مهاجر و بخشی تارکخانه بودند. ترس از قتل ناموسی آنقدر بالا بود که زنان روسپی نام خود را عوض می‌کردند و این پیوند قتل ناموسی و قتل روسپی را به درستی نشان می‌دهد. برخی شکلگیری شهر نو و جدایی فیزیکی روسپیان از شهر نو را رعایت بهداشت مردم دانستند. اما حقیقت فقط این نیست. روایت تاریخی میگوید وجود 2 روسپی در خانه 2 اجنبی توسط مردم به شهربانی گزارش داده می شود. و رضاخان به فتوای حاج جمال اصفهانی دستور می دهد که هر 2 روسپی را در میدان شهر با چوب بزنند تا حد جاری شود. از شدت ضربات چوب 2 زن خون استفراغ کردند. روسپی‌ها به خارج از شهر تبعید و سپس رضاخان دستور داد که تمام روسپیان را از شهر بیرون ببرند تا شهر فاسد نشود. بعد از این اقدام مردم با افتخار به او میگویند سردار سپه. تقدیس روسپی کشی و طرد او را در 1301 ارومیه نیز می‌بینی. مقامات محلی ارومیه با اعتراض مردم روسپیگری را ممنوع و روسپیان را درگونی می‌کردند و می‌زدند. بعد موهایشان را می‌تراشیدند و به صورت وارونه بر الاغ می‌گذاشتند و روی صورت‌هایشان دوده می‌مالیدند و در شهر می‌گرداندند تا عبرتی شود برای زنان. تاریخ سرکوب روسپیان پر است از نمونه‌هایی که نشان می‌دهد خوشحالی مردم برای کشتن روسپیان در 57 و به آتش کشیدن شهر نو ریشه سیاسی فرهنگی عمیقی دارد.
چنان عمیق که زیبایی کنونی پارک رازی کمتر کسی را به یاد فاجعه سوزاندن و کشتار زنانی میاندازد که بسیاریشان در بستر فضای سبز پارک چال شدند. اسمت زنی 75 ساله است. 6 سال از زندگی خود در فاصله سالهای 51 تا 57 را در شهر نو بوده است و طاهره 67 ساله که 4 سال از زندگی خود را در فاصله سالهای 53 تا 57 در شهر نو گذرانده است. زندگی خود و زندگی زنان شهر نو را اینگونه شرح می‌دهد. اسمت: آواره. قلعه جای زن آواره بود. بابام باغدار بود، مادرم مرده بود. برادر زن بابام با دوستاش بهم تجاوز کردن. بابام و ریش سفیدا به زور عقدم کردن. هنوز پریود نمی‌شدم. مامانش قبول نکرد تو خونش زندگی کنیم و همش میگفت این جنده دست خورده رو از این خونه ببر. موسی سربازیش رو تموم کرده بود و من رو آورد شهر. یه اتاق کرایه کرد. توی خط راهن کارگری میکرد. به 3 ماه نرسید زندگیمون که یه روز رفت و دیگه ندیدمش. خودم بودم و چند تا وسیله که بابام با توف توی صورتم بهم داده بود. با اینکه ازش نفرت داشتم دلم میخواست برگرده. میترسیدم. همه زن بی صحاب رو به چشم بد نگاه میکردن. تا دستشویی میرفتم چشم 1000 تا مرد از حیاط تا اتاقا روی تنم میچرخید. هیچ کسی رو هم نمیشناختم. دلم هم نمیخواست برگردم. زن صاحبخونه‌مون مؤمن بود. فرستادم کنیزی تو خونه ایونا. یه سال گذشت همسایه‌ها گفتن زن تنها نباید تو این حیاط زندگی کنه. حق داشتن. میترسیدن نرهاشون رو از دستشون در بیارن. انقدر از شاله افتادم توی چاه به خودم اومدم توی شهر نو بودم. اولش چه بروبیایی بود تا 20 تومن هم بردن. طاهره: از همه جور آدم اونجا بود. تبریزی، همدانی، مشهدی، شمالی و ارمنی‌ها از همه لوندتر بودن و مشتری بیشتری داشتن. همه جوره هم مشتری بود. از مذهبی تا لات و دولتدار. اولش که کسمون تر و تازه بود یه وقتایی ما رو می‌بردن مهمونی عیونی. از همه قرم ساختر لاتا بودن. و بعد در حالی که ناخن دستش رو با گوشه لبش می‌جود میگوید آدم هم با شاه باشه هم با خمینی جاکش نیست، هم ما رو بکنن هم ما رو بکشن جاکشی نیست. شیره جونمون رو مکیدن و آوارمون کردن. هر وقت یه دختر می آوردن و قرار بود شب عیونا بیان و بزنن توی سرش برای قیمت، یادم به غریبی خودم میافتاد. شبای اول با خودم میگفتم تو مثل قلعه نمیشی، اما شدم. او در مورد روز آتش سوزی قلعه میگوید بعد از ظهر بود. پلکم سنگین شده بود. از صبح مشتری نداشتیم. فقط لاتا چند تا آدم می آوردن روی ما میکشیدن و میرفتن و دوباره نوبت از سر گرفته میشد. سردستها از صبح گم و گور شده بودن. سرم رو گذاشتم روی دستم و دراز کشیدم. نیم ساعت نشده بود که خواب رفته بودم. صدای بلوا می اومد. گفتم حتما دعوا شده. دیدم خونه ها خلوته. قبلش هم پاسبون زده بود که هیچکی از خونه بیرون نیاد. مهدی گرتی به شهلازرده گفته بود قلعه امروز مهم شده و نظامی‌ها دور قلعه جمع شدن و خندیده بود. هرچی می‌خواستم بیخیال بشم صدا نزدیکتر می‌شد. یهو جاق و جیغ زنا عین یه بمب همه رو از خونه انداخت بیرون کوچه. آتیش بود که از پنجره و در و دیوار می‌بارید. الله و الله اکبر، انگار در قلعه خیبر کنده بودن. میپرسم که پاسبان امنیت شما رو تامین نمی‌کرد؟ اسمت میخنده و میگه آجان یه سفته اضافی بود. اونجا هر روز دعوا بود. لاتا با مشتری با گرتی، سردسته با لات، باجخور با جاکش. اصلا دعوا به نفع آجان و لات بود. هر کی زودتر دعوا رو خاموش میکرد کس مفتی گیرش میومد. هر وقتم ما گیر میافتادیم چون باید زندانی میشدیم با پادرمیونی لات و سردسته با سفته آزاد میشدیم. هرچی سفته‌هات بیشتر میشد باید لنگت هم بازتر میشد. روزی که قلعه رو نابود کردن من باورم نمیشد. هرچی حاجی سلیمون میگفت نرو اونجا جنگ گوش ندادم. حاجی رفیقم بود. میخواست رفیقش بمونم. اون روز استخر پیشش بودم. نشستم پشت یه وانت و نزدیکی دروازه پیاده شدم. نمیشد برم. آدم بود که بدو برمیگشت. توی دلم خالی شده بود. قراره چه بلایی سرم بیاد. یه چمدون کوچیک داشتم، یادگاری‌های مامانم توش بود. می‌خواستم برم چمدونم رو بیارم. هرچی میرفتم انگار توی صحرای کربلا بودم. انگار یه چاقو زیر گلوت بود که گلوت رو پاره کنه. یهو دیدم یه خدا نشناسی داد زد این جنده رو میشناسم. چوب و سنگ بود که میومد طرفم. نمیدونم چطوری از زیر دست و پای اون جونورا اومدم بیرون، اما خون دماغم بند نمیومد. گفتن شکسته. رد شکستگی دماغش مثل یک قوس بالا اومده هنوزم هست.
طاهره: از زلزله بدتر بود. هر کی از قبل هرچی تنش بود با همون زده بود بیرون. میگفتن لختا رو کشتن چون دیگه اظهر من الشمس بود که جندن و باید در دم کشته میشدن. وقتی میدویدم که جونم رو نجات بدم پام به همه چی گیر میکرد. خدا رو شکر من بچه نداشتم. بچه اقدس ازش آویزون بود. خواستم کمکش کنم، نتونستم. داشت میرفت که در شیره کشخونه انگار دروازه جهنم افتاد روشون. سرم گیج میخورد. هی میخواستم پاشم، هی یه چیزی میافتاد روم. یهو انگاری یه کشی که وصل میکنن به مو از جا کشیده شدم و تلق تلق آهن زیر استخونم بود. صدای شیون و عزا میومد. فکر کردیم یکی نجاتمون داده بود. صمد بچه مملکت کمیته‌ای شده بود. بردنمون انداختنمون توی یه سالن. جای سوزن انداختن نبود. چند تا رو اعدام کردن. ما رو خیلی سوال جواب کردن. دکتر هم نبردنمون. بعضیا هم شلاق می‌خوردن، توبه می‌کردن. البته بیشتریا بعد از توبه صیغه جنگی می‌شدن. یه زن‌هایی میومدن سخنرانی می‌کردن که خدمت به سرباز توی جنگ ثوابه و ما خندمون می‌کرد. اسمت: چه فایده، به زور صیغت میکردن و بعدش هم ولت میکردن. دوباره آواره خیابون میشدیم و باز میافتادیم زندان. باز صیغه یه پاسدار دیگه میشدیم و هی یکی دیگه میومد میگفت قبلی شهید شد، باید صیغه من بشی. اگه یکی هم حاضر میشد ما رو نگه داره، مشتری قبلی پیدات میکرد و اگه پا نمیدادید بهش میکشته. خجی رو با رفیقش یه شب کشتن. گفتن خجی توبه کرده. اولش صیغه جنگی‌ها میشد، بعد از اینکه دیگه توبهش رو قبول کردن با یکی رفیق شد. مشتریای قبلی با اون اکبر لاته پیداش کرده بودن. طاهره سرش رو تکون میده و میگه مثل ناهید. یه روز مأمور زن داد زد سلیته بازی در میاری، نشونت میدم. فکرش رو هم نمی‌کردیم ناهید رو به خانواده برگردونن. با اینکه گفته بود حاضر 1000 شلاق بخوره اما به خونه برنگرده. میگن خانواده‌اش کشتنش. اسمت: یه عده توی زندان خبرچینی میکردن یا با مأمور میرفتن و جنده ها رو معرفی میکردن. بعد بدبختا میخواستن آزاد شن به خیال خودشون. بیایید روایت 2 زن دیگر رو بررسی کنیم. زنانی که کودک همسر بودند. کودک همسرهایی که پناه نداشتند و در شهر خرید و فروش میشدند. اما جایی هم برای زندگی نداشتند. زیرا زن تنها زن هر جایی بود. زنی برای رقابت مردان و اسلحه‌ای بر سر زنان دیگر که سرکش نشوند. زنانی در چنگال سفته و چک نظام بانکداری در ایران از یک طرف و نداشتن حلقه امن از طرف دیگر که گروگانی ثابت برای بهره‌کشی جنسی در جنگ و صلح بودند. زنانی که در بهترین حالت کارت بهداشت فقط به این دلیل برایشان صادر میشد که ناقل بیماری نباشند، که اگر بیمار شدن به بیرون از دروازه قلعه یعنی آخرین درجه برزخ روسپیکشی منتقل نشوند. اسمت جایی میگوید گل بیبی گوسپیچ شد. هیچکی حوصله‌اش رو نداشت. بردنش گذاشتنش دم قلعه که بوش همه جا رو ور نداره. انقدر سر کوچه دورش کردن و گوزش رو شمردن و هی لگد زدن سر شکمش که بگوزه تا وقتی ترکید و جونش در رفت. بعد تارا رو آوردن جای گل بیبی. بس فردا شد گل بیبی و جای گل بیبی هم حاضری میزد. اینطوری انگار نه گوزی اومده بود و نه کسی شنیده بود. زنانی که یک روز آرزوی رهایی از قلعه رو داشتند و یک روز وقتی مردم برای ویرانی جانشان آمدن میگفتند صد رحمت به قلعه و میان منگنه آوارگی و قفس تا هنوز هم ماندند. جنایات جمهوری اسلامی به حذف شهرنو ختم نشد، بلکه علاوه بر افزایش سنگسار و اعدام زنان روسپی و زناکار در دهه 60، نمونه ویرانی شهرنو در دوره محمد خاتمی استاد گفتگوی تمدن‌ها نیز تکرار شد. تمدنی بر پایه کشتن روسپیان و کولی‌ها و مهاجرین فقیر با هدف اصلاح زمین در خاک سفید. سال 1379 سال ویرانی و آتش‌سوزی خاک سفید و گروگان گرفتن و اعدام بزرگان منطقه خاک سفید بود. به گفته ساکنان قدیمی خاک سفید، زنان و کودکان بسیاری زنده سوزانده شدند. بعضی هایشان را از ماشین های کلانتری و لودرها زیر گرفتند. شب خوفناکی بود. گویی هرچه شهر گسترش می‌یافت، مکان زندگی روسپیان تنگتر و محوتر می‌شد تا جایی که آماری از کشتن آنان در دست نیست. چنانچه از زندگی آنان نیز به سختی می‌شود اطلاع پیدا کرد. روسپی کشی در دوران زندگی کنونی ما هر روز توسط کسانی اتفاق می‌افتد که به زن همچو میراث یا ناموس نگاه می‌کنند. نمونه‌های این قاتلان زنجیره‌ای در طول 100 سال اخیر هم فراوان بودند.
صادق چوبک در کتاب سنگ صبور از شخصی به نام سیف القلم یاد می کند که زنان روسپی را می کشت. سیر داستان حول زن طرد شده است که با برچسب جنده حتی کودکش نیز با او آواره می شود تا جایی که مجبور است روسپیگری کنند. مردان سر بدن او رقابت می کنند و زنان او را انگشت نما می کنند تا جایی که کشته شدن او و کودکش در دو جای متفاوت نیز کسی را حساس نمی کند. سیف القلم در شیراز سالهای دهه 30 61 زن روسپی را برای پاک شدن زمین کشت و نیز معروفترین این آتش به اختیارها که بخشی از مردم نیز روسپی کشی او را مقدس می کردند سعید حناچی در همین چند سال اخیر بود. در شهرهای دیگر از جمله قزوین 1320 و کشته شدن 20 زن روسپی توسط یک سید متعصب نیز نشان می‌دهد روسپی کشی نه محدود به شهر خاصی بوده است و نه چندان کسی در بند حفظ جان روسپی بوده است. روسپیان امنیت ندارند زیرا عرف آنها را زشت می‌داند. دین راه معامله آنان را با تصاحب باز می‌کند و قانون شرعی آنان را در میان زندان و شلاق و سنگ و طناب عذاب می‌دهد. با شنیدن این روایت ها تلاش می کنم بگویم در نهایت که روایت تاریخی و شفاهی اگر نتواند سنتی را ویران کند و راهی نو بگشاید مشتی داده است که از زبان یکی در چشمان دیگری نقش می بندد و گم می شود. هدفمندی روایت بر آن است که با پیوند روایت های نو و کهنه بتواند ریشه حذف و دیگر کشی در فاجعه تاریخی را بیابد. هر بار خبر از گم شده ای می بینم یا با زنی طرد شده و بی پناه روبرو می شوم فاصله زمانی خودم تا او را به اندازه داشتن یا نداشتن یک حلقه امن حس می کنم. زنانی که مدام می گویند آدم بی پناه رو هیچ جا راه نمیدن. او حتی پناهی که به واسطه قدرت جنسی خود می یابد را نیز بی پناهی می داند. چون زندگی او میان دست مردان و قوانین اسلامی مدام دیگرگونه می شود. وقتی از آنان سوال می شود نمی ترسی تنهایی میری خونه یه مرد؟ پاسخ می دهند بی‌پناهی و آوارگی خود مرگ است. چرا بترسم؟ من که 1000 بار از صبح می میرم و زنده می شدم. یک بار یکی از آنان با عصبانیت گفت اگه تو فقط زمانی که اعتراضات وصیت‌نامه خودتو می‌نویسی و از خونه میزنی بیرون، من هر روز وصیت‌نامه برای بچه‌هام می‌نویسم که قوی باشید. من بمیرم هم رهاتون نمی‌کنم. اینها هر آنچه گفتم مشتی کلمه است، اما تنها کلمات زندگی یک زن روسپی طرد شده هستند که با خود تکرارشان می‌کند. روسپی کمتر مأوایی برای درد و دل کردن می‌یابد. از یک طرف روسپی از خبرچینی مردم در مورد وجود زن روسپی در محله یا خانه‌ای می‌هراسند، چون اغلب با مجازات سنگین همراه بوده. از طرفی دیگر مردم نیز تحت همان گزاره‌های فرهنگی که پیشتر وصف آن رفت روسپی را از خود طرد می‌کنند. بنابراین وقتی که دولت روسپیگری را پنهان می‌کند، هویت روسپی را تحقیر و زنان بسیاری را با همین تحقیر خفه کرده است، سازماندهی و تشکلات زنان در گشودن باب گفتگوی همدلانه با روسپیان مهمترین وظیفه اصلی زنانی است که زن زندگی آزادی را هنوز فراموش نکردند. تسلیسی که به مدد آن می شود از گور بیرونشان بکشیم و هر بار ستمگران در جواب عصیان ما گفتند شما جنده اید. بگوییم آری ما جنده ایم. طرد شدگانی که سرکشیشان را مکیدید اکنون دوباره از گور برخاستند تا زندگیشان را از شما پس بگیرند. مرسی از شما. خب مرسی از لریا که متن استا رو برای ما خوند. من اول میرم به بخش پرسش و پاسخ که اگر شما هم پرسش و پاسخ سوالی داشتین میتونید اینجا بگذاریم برای ما که بقیه جواب بدن. در واقع 3 تا نکته گفته شده درباره ویدئوی صدای بی حجاب ها که من میخونمش اول و بعدش از جینای عزیز میخوایم که اگر هنوز هم کنار ماست جواب بده. گفته شده که در واقع 3 تا بخش داره نکتهشون.
گفته شده که ممنون برای دست‌اندرکاران این ویدیو. میدونم احتمالا خیلی جرئت میخواست که با بدن خودتون ظاهر شید و روایت کنید. امیدوارم نقدم باعث نشه بدفهمی در مورد راویان به وجود بیاره و به عنوان نقدی در فضای فمینیستی خونده بشه. فکر کردم لازم است بگم چقدر این ویدیو وجوه بسیاری از نقدهایی که به میتو شده رو واضح نشون میده. صدای طبقه و قشر خاص شهری، بی‌دقتی در تعریف خشونت جنسی و انواع مختلفش، کنار هم قرار دادن تجاوز در کنار دلخوری‌های عاطفی و غیر سیاسی، غیر جمعی کردن روایت و رها کردن بلافاصله پس از روایت و کاش برگزار کنندگان تریگر وارنینگ میدادن. اینو من واقعا عذر میخوام، این بی‌دقتی من بود که هم در مورد این ویدیو و هم درباره ویدیوی مینا که بخشی از فیلم سالو بود با تریگر وارنینگ میدادم، ولی خب بی‌دقتی من بود. قبل از اینکه از ژینا بخوام که جواب بده این رو هم اضافه کنم که ما بعد از اینکه سوال‌هایی که مطرح شده رو در واقع شنیدیم و پاسخ گرفتیم، اگر کسی میخواد دستش رو بلند کنه صحبت کنه اونها رو هم جواب بدیم و بعدش ریکورد رو قطع میکنیم، چون فکر کردیم که نیاز داریم که واقعا بعد از شنیدن این همه چیز که نیاز به تریگر وارنینگ داشتن یه ذره با هم دیگه صحبت بکنیم و بدون اینکه ریکورد بشه میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم و گپ بزنیم. ژینا جان شما هستی و میخوای که جواب بدی به این نکته که مطرح شد؟ ژینا اگه هست من صداش رو میاد؟ بله. آره. صدای خوب میاد؟ عشان دوباره میپرسم. اوکی. چند تا مطلب هست. این هست که من 30 تا مصاحبه تقریبا انجام دادم. خب بسیارشون خیلی وقتا تکراری شدن و در اصل دراماتورژی از اینا برای اینکه یه فیلم کوتاه برای این پرزنتیشن تهیه بشه یه مقدار کار سخت میکرد. نکته اول اینه که ما روایت هایی از خارج از این طبقه یا طبقات دیگه هم داشتیم، ولی منتها به خاطر زیر فیلم کوتاه من تا 15 نمیتونستیم کاملا همه بپردازیم و اگر قرار باشه که یه فیلم جامع و کامل تری خب ساخته بشه باید یه فیلم کامل از این داستان با یه دراماتورژی متفاوت تولید بشه. این نکته اول. نکته دوم این بود که این فیلم در اصل تناقضی با سوالاتی که در مورد میتو توی ایران حداقل نداره. به عنوان مثال اگر که دقت کنید بعد از هر پرسش آدما به این میرسن که نمیتونن و چه تمایزی پیدا کنن که چه اتفاقی داشته براشون میافتاده و در اصل این فیلم این نبود که یه رویکرد کامل رو معرفی کنه یا یه چیزی رو کامل برای شما مشخص کنه. یه ذره وضعیت پسینی تر از چیزی بود که ما میبینیم و من میخواستم نشون بدم اگر که قراره یه چیزی روایت درون اون هسته های اتفاقی میفته. زنها کنار هم میشینن و یه جرقه اتفاق میفته که همشون شروع میکنن به روایتگری. بسیار فارغ از هر چیزی که بعدش در میاد که این زنان رو میخواد ضعیف نشون بده یا با حال بد نشون بده، به هیچ وجه این نیست و در اصل اینا درگیر یه سری پرسش ها هستن. اگر باز چیزی مشخص نیست من هستم در خدمت. مرسی از ژینا. بازم اگر سوالی در این رابطه بود ممنون میشم که با ما مطرح کنید. ما 2 تا پیام دیگه هم داریم. فاطیما گفته که چه خشونت وحشتناک عادی شده علیه زن هر بار میشنوم یا میخونم یا میبینم مصمم‌تر میشم تا آخر عمر در راه حق و جایگاه زن مبارزه کنم. یه
پیام دیگه هم اینه که چقدر این ارائه السا با وجود دردناکی جالب بود، مخصوصا که صدای خود کارگران جنسی و عاملیتشون رو هم گنجونده بود و موضع روشنی نسبت به غیرقانونی کردن کار جنسی گرفته بود. دمش گرم. و سحر گفته که بسیار عالی و تاثیرگذار بود. ممنون از هر سه ارائه، ژینا، مینا و السا. کسانی که دستتون بالاست، من فکر می‌کنم که مرضیه خیلی وقته که دستش بالاست. مرضیه اگر میخوای میتونی الان سوالت رو بپرسی. فکر می‌کنم که مرضیه صدای ما رو نداره. پی هم دستش بالاست، میخواین شما سوالتون بپرسی. شاید به اشتباه اینا بالا رفته بوده، برای همین من میارم پایین. حدس میزنم که همینطوره، ولی اگر کسی سوال دیگه ای نداره ما میتونیم ریکورد رو قطع کنیم. فکر میکنم اوکی. فکر میکنم که سوال دیگه ای نیست. بازم ممنون که همراهمون بودین و دمتون گرم و خسته نباشید.